برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه دیدگاه. امروز در برنامه ما درباره شکار نخبگان در کشور صحبت میکنیم. چرا امروز ما این موضوع را اختیار کردیم؟ به خاطر آنکه تماشابینان عزیز گرامی، طول چند روز است وقتی که ما درباره بازداشت ها صحبت میکنیم، بسیاری از نفران با ما در تماس میشوند، میگویند که شما نه همه آن نفرانی که عین حال بازداشت شده ایستاده‌اند و نخبگان ملت یک به یک پشت پنجره زندان رفته ایستاده‌اند، یا که سربگریز شده ایستاده‌اند، یا این که کشته شده ایستاده‌اند، شما خبر ندارید و نامگوی چند نفری محدود را بررسی میکنید، از بازداشت آنها آه و واه میکنید، اما بیخبر از آن هستید که هر روز ده ها نفر چنین نخبگان بازداشت میشوند، پشت پنجره زندان میشوند یا سربگریز میشوند و تاجیکستان مثل یک شورزار میشود. شورزاری که در زمین آن عالم، ضیایی، داننده علم فن نفس کشیده نمیتواند. برای آنهایی که خودشان را احترام میکنند، علمشان را احترام میکنند، دارای علم هستند، دارای فرهنگ هستند، اهل علم و ادب هستند، در تاجیکستان حتی چنان بوغی شده ایستادند که حتی نفس کشیدن امر محال شده است. امروز مقامات کشور بیش از هر وقته، بیش از پیش، خیلی با عصبانیت با مردم رفتار میکند و نفرانی که مردم به آنها احترام قائل هست، به آنها مهر محبت دارد، با آنها با احترام رفتار میکند، مناسبت میکند، حکومت میخواهد این گونه اشخاص را پشت پنجره زندان ببرد یا اینکه چنان آنها را تنگ بیارد که ترک کشور کنند و دیگر یاد از تاجیکستان نکنند. و این گونه نفران همیشه کوشش به خرج میدهند که هرچی زودتر کشته نشده، این دنیا را پدرود نگفته، پشت پنجره زندان نشده، هرچی زودتر خاک تاجیکستان را ترک کنند. چندین نفر با ما در تماس میشوند: برادر عزیز، من از تاجیکستان برآمدنی هستم، وضعیت خیلی وزنین است، نفرانی که با ما بودند بازداشت کرده ایستاده‌اند، پرسجو کرده ایستاده‌اند، روزی نیست که به اداره امنیت دعوت نشوی و هاکذاها، چگونه میتوانم از کشور برایم؟ این گونه سوالها سالهای اولی سال 2015 تا اوایل سالهای 2017 خیلی زیاد بودند و 2-3 سال اخیر این گونه سوالها خیلی کم شده بودند. همه یک دیگرش را میپرسید: چگونه از تاجیکستان برایم، به کدام کشور پناه ببرم، در کدام کشور پناهندگی گیرم؟ این خیلی سوالها تقریبا از سال 2015 تا آخرهای سال 2017 خیلی زیاد بود. حتی در سرحدهای مرزهای اروپا صدها نفر در زمستان خنک با فرزندان خود، با کودکان خود نوبت میپاییدند، 10 ها روز در سرحد همین خیلی در سرمای زمستان میماندند. این تا 2017 بود. حالا چونین حادثه تکرار شده ایستاده است. حالا باز همین گونه پرسیدن ها، همین گونه ترک تاجیکستان کردن ها، همین گونه حبس های پای در پای در داخل تاجیکستان باز هم تکرار شده ایستاده است. سببش چی؟ کسی نمیداند. مقامات چرا امروز باز از سری نو تصمیم گرفت که همین گونه شکارها را زیاد کند و مردم شکار کند؟ امروز ها برای هر یک نفری که
از حق خود، حقوق خود دفاع میکند، حرف گفتن به مقامات دارد، برای آنها با صرفهای میلیون دلاری خریدار فرستاده اند به کشورهایی که آنها پناه برده اند. حتی به ما هم همچنین. نمیدونم نرخ ما چقدر باشد، لیکن واهمه دارند به هر حال. شاید به خاطر ترسانیدن باشد، شاید به خاطر آن که ما زبانمان را دیگر بسته کنیم، شاید به خاطر آن که دیگر حرف نگوییم، یا که واقعیت دارد که آنها میخواهند ما را هم مثل عزت امان و دیگر نفرانی که دزدیدند بدزدند، با صرف مبلغ و به تاجیکستان ببرند، پشت پنجره زندان بکنند یا بکشند، مثل چندین نفرانی که به نام نشانشان کردند، مثل احسان آدینایف، برادری ویسیدین آدینایف. انا برای همین هم تماشاگران عزیز گرامی، ما امروز برنامه را برای چی شکار نخبگان گفتیم؟ امروز نخبگان ملت شکار میشوند. امروز ها یک دکتر، یک نامزد علوم، یک استاد دانشگاه، یک سیاستمدار، یک دانشجوی در خارج تحصیل میکرده، یکی از اهل علم و ادب، یکی از اهل فرهنگ، انا همین خیل نخبگان ملت از جانب حکومت کشور شکار شده ایستادند. جوانان ملت که حرف گفتن به مقامات کشور داشتند و از حق خود طلب میکردند، دزدیده میشوند، به تاجیکستان برده میشوند و پشت پنجره زندان کرده میشوند. جرمشان چی بوده؟ جرمشان تنها این بوده که یا اندیشه فرق کننده از مقامات امروزه داشتند، یا اینکه طلب عدالت داشتند، یا اینکه یک زمان چند حرف گفتنی بود و گفتند و اما سالیان چند حرف نگفتند، اما اون حرفایی که گفته بودند در چند سال پیش هیچ صابون آنها را شسته نتوانست و باز هم مقامات آنها را بردند پشت پنجره زندانشان کردند، مثل میرزاقل حاجی معطوف. دیروز من وقتی که درباره میرزاقل حاجی معطوف و چندی از زندانیان سیاسی صحبت کردم، چندین نفر با من تماس گرفتند، گفتند که برادری عزیز گرامی، میرزاقل حاجی معطوف خودش تنها نیست. حالا هر یک نفر، هر یک منطقه های تاجیکستان، مقامات انتظامی منطقه های تاجیکستان وظیفه دار شده اند مثل میرزاقل حاجی معطوف ها را بازداشت کنند. با آنها تعداد معین کرده شده است که این تعداد معین را بگیرند، برند پشت پنجره زندان کنند تا مبادا روز صدای اینها نبراید. حالا به مقامات انتظامی تاجیکستان مسئولیت داده شده است، وظیفه داده شده است که باید مقامات انتظامی کشور، مقامات امنیتی کشور از شخصانی احتمالاً صدا بلند میکرده، شخصانی که شاید امروز خاموشن پگاه به گپ میدرآیند، باید نجات یافت. و چگونه نجات یافت؟ آنها را به هر راهی که نباشد باید آورد زندانشان کرد، باید آورد پشت پنجره زندانشان کرد. حالا ببینید یک نفر را زندان کردن، نامش را نمیگیرم، زندان کردن، گفتن میدونیم بیگناهی، میدونیم گناه نداری، ولیکن عذر ما را بپذیر که انا همین در پشت پنجره زندان استادنت به تو هم خوب است، به ما هم خوب است. تو ما را درد سر نمیکنیم، ما تو را درد سر نمیکنیم. همینجا 2-3 سال یگان عفو می شود، یک چیز دیگر می شود. ما بعضی از کارهای کردنیم که مخالفین نمانده ایستاده است، ما را زیر بار تنقیدش گرفته.
ما کمتر پیش رویم بعد تو رو آزاد میکنیم. نمیدونم اینها کی پیش میرفتند. 30 سال باز رزولتات نیست. 30 سال باز میبینیم هیچ پیشروی نیست. 30 سالی که پیش نرفتید اکثریتتون یک پایتون لبی گور شد. دیگر نه حوث کار را دارید، نه قدرت کار را دارید، نه یک فکر و اندیشه که دارید و نه یک علمی که دارید که برای پیشرفت کشور توانید صرف کنید. چگونه میتوانید که پیش ببرید؟ اگر روغن را در نظر داشته باشید، حالا روغن سال 2033 پر می شود گفتید. آبانبار روغن سال 2033 پر می شود. بعضی از طبیعت شناسان میگویند که پریخ‌هایی که به این صورت آب شده ایستادند شاید بعد از سال 2030 کم آبی به میان آید. طبیعت شناسان گفته ایستادند شاید آبانبار روغن پر نشود چنانه که شما انتظاری دارید. در آن وقت چی می شود؟ این میلیاردها میلیارد دلار صرف کرده شما چی می شود؟ حالا نمیشد که بجای مبلغی که برای روغن صرف کرده شده ایستاده است صدها آبانبارهای خردترک، نیروگاه‌های برق آبی خردتر بسازید در هر یک منطقه ها. صدها می ساختید تا این وقت. شاید حالا فکر نکردید که ما روغن را ساختنمان در کار، به مردم نشان دادنمان در کار، ایمیج کار کردنمان در کار، اما ببینید که ایمیجتون از سرتون میماند. هیچ ایمیج کار کردن نمیتوانید. هر یک چیزی که شما برای ایمیجتون جان کنی میکنید عاقبتش وای است، عاقبتش سرخمی ملت است. و هر یک کاری که شما میگوید انا همین کار را کنیم ملت سربلند میشود، عاقبت میبینیم که سبب سرخمی ملت شده است. و هر یک ابتکاری که از جانب شما میشود عاقبتش چی است؟ عاقبتش ناکامی. برای چی این خیلی؟ برای آن که شما به اهل ضیا، به نفرانی که این کار را کرده میتوانند، نفرانی که حرفه‌ای هستند و نفرانی که متخصص هستند شما راه نمیدهید. شما راه نمیدهید. ببینید چگونه شما فکر میکنید یک نفر را بیارید و خودتان آن را اداره کنید و نفر متخصص هر چی شما به سوادها گفتید همان را اجرا کند، طبق گفته شما آن را اجرا کند. ما پیش می رویم. نه، شما باید یک سو بیستید. متخصص باید پیش برود و مستقلانه باید با اندیشه خودش، با فکر خودش کار کند. شما این را نمیمونید. به نظر شما متخصص هم باید طبق اندیشه های کند شما باید کار کند. هر آنچه مستقلانه یک چیز کار کردن میخواهد شما نمیمونید. در این حالت چه خیلی کشور پیش میرود؟ متخصصی که میخواهد یک کمتر مستقل باشه شما آن را میبرید، خوفی سرکشی او را کرده، او را میبرید پشت پنجره زندان میکنید تا اینکه یک متخصص به شما سرکش نباشد، مستقل کار نکند. متخصص که بدون اداره شما کار کرد، بدون گپ‌های کند شما کار کرد، بدون مصلحت‌های غیر تخصصی شما کار کرد، او فکر میکنید که آبرو میگیرد، از شما بیشتر حرمت و احترامش نزد مردم از شما بیشتر بالا میشود و نام شما پایینتر میفراید. او را میگیرید برده پشت پنجره زندانش میکنید. برای همین هم تماشابینان عزیز، حالا با همین سیاست تاجیکستان پیش می رود. هر یک نخبگان ملت، هر الیتی که بر رهبریت کشور و پیشوای ملت
فکرش اندیشش راست نمیباید، باید سربگریست شود یا پشت پنجره زندان شود، یا اینکه سختری بد گیرن از هر یک کشوری که او هست بیارندش زندانش کنند. همین هم کار شد. حالا تماشابینان عزیز، یک چند نفر الکی با ما پیوستند، فکر خود را گفتن میخواهند، اندیشه خود را گفتن میخواهند. اینجا با ما پیوستند برادر محمد خان برهانوف. خوش آمدید برادر گرامی به برنامه دیدگاه. امیدوارم که صحت و سلامت هستید و با این برنامه که آمدید گفتنی های زیادی دارید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام و شب بخیر. شایدم روز بخیر. سلام به بینندگان. در ما علیکم شب. هر شبتون بخیر باشد ان شاء الله. در خصوص این مسئله زندانی ها، ببینید ما دو تا مسئله داریم که یک طرفش برمیگردد به حکومت و یک طرفش برمیگردد به مردم. از هر دو جهت ما مشکلاتی داریم. مشکلی ما در مورد مردم که شاید بشود گفت اساسی مشکل است، متاسفانه نگاه مردم ما نسبت به حکومت هنوز همون نگاهی بازمانده از دوران شوروی است. مردم در زمان شوروی مردم عادت کرده بودند که به حکومت به عنوان یک صاحب، به عنوان یک خوجین به قول، به عنوان یک سرور نگاه کنند. یعنی مردم همیشه در مقابل حکومت خداشون گویا قرضدار فرض میکرد، زبان کوتاه میدانست. متاسفانه این نگاه تا هنوز هم موجود است. همین نگاه باعث می شود که مردم حق خداشون طلب نکنند. اصلا برای خداشون حق قائل نیستند که باید طلب کنند. همین سبب شد که این حکومت هر روز که بیشتر عمرش دوام کرد جدیتر شد، جسورتر شد، گستاختر شد. مشکل دیگری ما متاسفانه هنوز اون همبستگی ملی که در تاجیکستان باید به وجود بیاد تا ما بتوانیم بگیم که ما یک ملت هستیم هنوز نیست. هنوز نگاهی ما همچنان که نگاهی حکومت هم نگاهی مضافاتی است. این فقط بستگی به نگاهی جغرافیایی نداره، هم حزبی، هم فکری، هم مذهبی، کم و بیش این مسئله هست. این دو عامل، اولیش مهمترین عامل نگاهی ما نسبت به حکومت تا اصلاح نشود، مخصوصا ما همیشه شاهدی این گونه رفتارها از جانب حکومت خواهیم بود. چرا؟ چون برای خدا ما چندان حق قائل نیستیم که رفته از گریبانش بگیریم. نمیدانیم که ما ولی نعمتی حکومت هستیم. اینهایی که در حکومت نشستند، اینهایی که مسئولند، اینها همشون افرادی هستند که مای مردم اونها رو انتخاب کردیم. یعنی علل قاعده باید انتخاب کنیم. طبق قانون اساسی جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری است، حقوق بنیاد است. یعنی بنیاد این حکومت بر اساس حقوق مردم است. این یک مشکل است. مشکل دوم که مشکل حکومت ما است، اینها در واقع، یعنی اگر بخوایم عمیق نگاه کنیم، ببینید در وقت است ما میبیاییم و موریدی میگیم که در این مورد این حکومت این قانونشکنی کرد، بیگناه زندانی کرد، سیستم قضایی ما، دادستانی و دادگستری ما سیستم مستقل نیست. اینها یا که در مورد این حصار طلبی های خیش و تبار حکومت، در مورد نمیدونم مبارزش با نمادهای دینی و فرهنگ، اینا همش نگاه های موردی است. با این گونه نگاه ها کار حل نمیشه. میدونید مثل این میماند که ما یک همین مثالی ساده شد، یک کارخانه ای داریم، در رأس اون کارخانه یک مدیری نالایق گذاشتیم، بعد هر روز میبینیم یک بخشش میگیم چرا در این بخش مشکلی هست. خب به خاطر اینکه این اداره این کارخانه در دست انسان نالایق است. ما اگر بخوایم عمیق نگاه کنیم، مشکل اساسی حکومت ما است که در رأس حکومت ما افراد تصادفی هستند.
1000 سال هم اینا اینجا بمونن تجربه کسب نمیکنن. هیچ وقت انسان تصادفی، انسانی که تصادفاً در یک جا افتاد، این تجربه نمی‌آموزد. به خاطر آموختن، برای اینکه انسان تجربه بیاموزد باید یک پایه‌ای داشته باشه. من اگر بخواهم در مثلا رشته ریاضی درس خوانم، باید از اول از ابتدا باید من اون زمینش فراهم کرده باشم، خوانده باشم. اما یک نفر چون بیارید در همون کلاسی که دیگران شرکت بکنن بگذارید، باید تصادفی باشه. هیچ 100 سال مثلا هیچ یاد نمیگیره. حکومت ما همین تصادفی بودگیش بزرگترین اینا اگر بالفرض برنامه ریزن دلسوزانه بخواهن که اصلاح کنن بازم نمیتونن، چون که اینا این کاره نیستن. آدمای علیه السلام هم باشن برای این کار ساخته نشدن، تصادفی آمدن. ببینید من یک نکته گم، این سختگیری های حکومتی، سختگیری هایی که هر چی بگذرد بیشتر میشه، این البته از یک جهت خوب است. این نشانگر این هست که این رژیم در اون حالت آخر، در حالت فرو ریختن قرار گرفته. شما اگر نگاه کنید، ما یک ابن خلدون، پدر جامعه شناسی جهان، خیلی کوتاه میگم من، این مفید است. برای حکومت ها یک عمری تعیین میکند، حد میانه 50 سال میده. این هم بستگی به بینیش و در واقع بیداری مردم دارد، بستگی به این کم و زیاد میشه. اما در مجموع حدودا همین مرحله اول مرحله تشکل میده. در مرحله تشکل یافتن حکومت، اون حکومتدارا اونها بیشتر با مخالفین خودشان، با رقیبان خودشان از در دوستی وارد میشن، با اونها با مهربانی کار میکنن، صلح میبندن، چون هنوز تشکل نیفتن. این مرحله که تمام شد، تشکل یافتن، مرحله تثبیت میرسن. اینها دیگر احساس میکنن که پایه هاشون محکم شد، بعد شروع میکنن به حذف رقیبانشون، چون احساس نیاز نمیکنن دیگر به حمایت آنها، بدون اونها هم هستن. وقتی این مرحله به هی حذف کردن به یک حالتی میرسن که خداشان صاحب اختیار همه میدونن. چون خداشان صاحب اختیار میدونن، شروع میکنن به زیاده خواهی، انحصار طلبی. این انحصار طلبی ها مردم عصبانی میکنن. مردم هر چند مردمی بیخبر هم باشه، اون عصبانی کردن مردم سبب میشه که مردم ناراضی شوند، مردم بر ضد این حکومت در هر حال تحرکاتی انجام میدن. خب این مشکلی که ایجاد میشه، مشکلی بزرگ در این مرحله این است: این حکومت اگر سختگیری نکنه، هر روز این بیداری بیشتر میشه، مردم حقوقشون طلب میکنن. اگر سختگیری کنه، میگه که خب این بازم همون شد که، یعنی در هر دو طرف به توپیک میافتن. بنابر همین من گفتم از یک نگاه خوب است، به خاطر اینکه این نشان میده که این حکومت در همون حالت رسیده آمد. حالا چند سال دیگه دوام میکنه یا نه، این بستگی از بیداری مهم داره. اما مشکل اساسی ما این است که ما هنوز همون نگاهی منفی داریم. هنوز خدا ما در مقابل حکومت انگار قرضدار احساس میکنیم. نشانه های زیاد، وقتی در خیابان، در یک نمیدونم ایستگاه، در یک فرودگاه یک ملیسا آمده پیش یک تاجیک گیرن، در رو احساس میکند که یک چیز ما به تیدو باید راضی کند، و در حالی که وای باید من راضی کند. من سخنم زیاد طول نتیم. مشکل همین نگاهی متاسفانه بازمانده از دوران شوروی است. این نگاه تا اصلاح نشود، متاسفانه من باید بگم که این حالت دوام میکنه. ولی از یک نظر دیگر یک خبری خوش این است که این رفتار حکومت در حالتی قرار دارد در پایان این بار حکومترانی، چی به قول اون خود ابن خلدون، چی این ارغمچین شل کند، چی این ارغمچین شدید بگیرد، در هر دو صورت بر ضررش تمام میشه. میبخشید وقتانی گرفتم. و تشکر برادر عزیز. شما هم گفتید این سختگیری هم خوب است، این سختگیری هم بد است. ولی ببینید، حالا با موضوع برگردیم. چرا امروز نخبگان ملت شکار میشوند؟ حالا با ما معلومات هم رسیده که چقدر شما که در جمهوری اسلامی ایران طبق معلومات ما زندگی میکنید، درست است؟ حالا بله درست. چقدر نفرانی که به ما معلومات رسیده است، نفرانی که در ایران تحصیل کردگی هستند، حتی رساله دکترا حفظ کردگی هستند،
نفرانی هستند که نامزد علوم بودند، فیلسوف هستند، سیاستمدار، سیاست شناس هستند، علوم سیاست شناسی در ایران ختم کردند و هاکذاها. لیکن حالا میبینیم که پشت پنجره زندان تاجیکستان حکومت تاجیکستان شدند و حالا این گونه زندان کنی ها دوام دارد. اما میبینیم در برابر همین خیل زندان کنی ها مسئولین تاجیکستان هر یک پای هم به ایران رفته ایستادن، نمیدونیم چی کارها کرده ایستادن در آنجا. و باز هم از پای وزیر دفاع رمضان رحیمزاده به ایران رفت و در آنجا طبق خبرها خواندیم که باز هم شرطنامه بستند. شرطنامه به امضا رسیده است که آنها چیکار میکنند؟ شرطنامه به این تروریست ها اکستریمیست هایی که از تاجیکستان هستند و در ایران زندگی میکنند باید جمهوری به تسلیم تاجیکستان کند و در این باره باید همکاری کنند. و این حالا از مسئولین تکنیکی خواهش میکنم که اون معلوماتی که به ما رسیده است اینجا در نوار بگذارند. این نفران همه در ایران تحصیل کردند، یکی رو 6 سال، دیگه رو تا چندین سال پشت پنجره زندان کردند. اینش حقوق شناس بوده است، ختم کننده رشته حقوق، 12 سال پشت پنجره زندان شده است. همین طور رفتن میگیرد. و ببینید حالا اینجا این نفر همشهری خودی رئیس جمهور تاجیکستان است، ختم کننده دکترای تصوف، با 12 سال محکوم شده است. یعنی این شخص ساده کی نیست، در خارج تحصیل کردن به این آسانی کی نیست، از خویش تبار دور بودن، از یار و دیار دور بودن بسیار تحمل مشکلی ها طلب میکند. ببینید این نفر پروفسور علوم قرآن و حدیث بوده است، سید مراد آلبیدوف، پروفسور علوم قرآن و حدیث. آوردن از ایران، یا خودش آمده است، سال چند آمده است، آوردن به تاجیکستان به 14 سال زندان محکومش کردند و همین خیر رفتن میگیرد. فکولته ختم کننده فکولته فلسفه، یعنی فیلسوف بوده است. سال 2016 به تاجیکستان برمیگردد مصطفی امرالله، به 12 سال زندان محکوم می شود. یک فیلسوف، دادگاهش مخفی گذشتگی، یعنی یگان خویش و تبار، یار و دیار، ببخشید خویش و تبار، وکیل دفاع، به هیچ کس حق ندادن که در مرافعه سودهش اشتراک کند. محیدین کریموف 3 فرزند داشت است، ختم کننده دکترای رشته علوم حدیث، دکتری علوم حدیث بوده است، دکتری علوم حدیث و 14 سال زندان محکوم شدگی. دادگاه این هم مخفی گذشتگی. باز اینجا خیلی نفران زیاده هستند، خیلی زیاده هستند. ظفر غفوروف ختم کننده دکترای رشته علوم قرآن، دکتری علوم قرآن، محکوم به 14 سال زندان. دادگاه این هم مخفی گذشتگی. رحیم ابراهیموف صاحب 6 فرزند، کارشناس ارشد فلسفه اسلامی، محکوم به 12 سال زندان شده است. دادگاهش مخفی گذشتگی. بحرالدین قربان به 6 سال زندان محکوم شده است، همشهری رئیس جمهوری کشور از ناحیه دنغره. دادگاهش مخفی گذشتگی. معلوم نیست اینها را به چی متهم کردن، حتی معلوم نیست، مخفی گذراندگی هستند. کارشناس ارشد علوم قرآن روح الله 12 سال زندان محکوم شدگی.
در پایانتر نشان داده ایستاده است عبدالواحد میرزایف، خط کننده کارشناسی رشته علوم قرآن، محکوم به 12 سال زندان. عبدالرحمن خالصوف، خط کننده کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی، کارشناسی ادبیات فارسی، محکوم به 12 سال زندان شدگی، دادگاهش مخفی. اسرارالدین رازق، پسر زبیدالله رازق، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، محکوم به زندان شدگی، دادگاه مخفی گذاشتگی. محمد تویچیزاد، این خیلی تمام، این خیلی رفتن میگیرد. خواهش میکنم همین خیلی روی خط رفتن میگیرد و گفته می شود یکی از سبب‌های اساسی که اینها پشت پنجره زندان شدن، سببش هم این بوده است که گویا به زندانیان سیاسی کمک کردند، به خویشاوندان زندانیان سیاسی کمک کردند. آیا به نظر شما همین درست است؟ از این معلومات شما هم خبر دارید و چی گفتنی هستید در این باره؟ برادر محمود، نفرانی که از واتساپ زنگ زده ایستادند، خواهش میکنم صبر کنید، اینجا صحبت رفته ایستاده است، به صحبت خلل نرسانید، ما حتما حرف شما رو گوش میکنیم. صدای من میاد؟ میاد که نفرانی که از واتساپ ایمو زنگ زده ایستاده، خواهش میکنیم که تلفنم یکی دو بار زنگ شد، نوبت شما میآید. نمیدونم الان صدای من درست است یا نه. صدایتون خوب است. اگر صدای من میاد به من خبر دید که من بحثم. صدایتون خوب است، بفرمایید، ما صدای شما رو میشنویم. میبینید صدایتون، بفرمایید. حالا تا محمود خان ببینید برادر عزیز، بفرمایید. این برادران من از نزدیک میشناسم. حقیقتا اینها بدون هیچ کمترین گناه اینا اونجا به اولا بازداشت شدن، بعدش هم زندان شدن برای سالهای طولانی. اینها واقعا افراد سیاسی نبودن، من اینها خوب میشناسم. بعضی از اینها حتی ما سرزنش میکردن که ما واقعا جای تاسف دارد، واقعا جای تاسف دارد. اینا کاری که میکردن اونجا در تاجیکستان، از آشناهاشون، از خویش و تباراشون، از اساتیدشون که نهضتی بودن زندانی شدن، یا به خداشون خواستن کمک کنن یا به خانواده هاشون، اونها هم چخیل کمک. دانشجو چقدر پول دارد، بین خداشون جمع میشدن، یه 4 تنگه جمع کرده بودن که به خانواده برسون. مثلا همین اسرارالدین بنده خدا سری دامو زبیدالله رازق، این بنده خدا یک بار رفته از یک نفر، یعنی یک نفر به اسمش پول میفرسته. بله سری دامو خود نه بله، این رفته از بانک هم در پول میگیرد، برده به یک نفر میسید، یعنی حتی واسطه هم بود. حتی این سبب شد که اینا دستگیر کردند. بعد از این دیگرش با همین تهمت‌های خوشگل. نه که اصلی مسئله این است، این حکومت ما متاسفانه سیاست خارجیش هم سیاست داخلیش هم مثل همون وجودی خودش تصادفی هم. یگان بار یک رویکرد راهبردی ندارن، یک سیاست استراتژیک ندارن، احساسی بود همیشه رفتار میکنن. یک زمان به خاطر اینکه فکر میکردن که دولت جمهوری اسلامی ایران پشتیبان نهضت اسلامی است، آمدن در تمام جهت ها سازی مخالف گرفتن با حکومت جمهوری اسلامی ایران، علنا و غیر علنا و هم مخالفت کردن. اینا احساس میکردن که این طلبه ها رو اگر ما بگیریم زندان بکنیم، یک نوعی فشار به دولت جمهوری اسلامی وارد میشه. در حالی که اینا به فرقش اینا گفت خب من به چی میگم، مشکل خودت است، و من چرا فشار بیاد؟ مگر اینا آدمای من هستن، از صدها کشور میان تحصیل میکنن میبرن، خب قرار نیست همش آدمای من باشه. بنابراین اینا پرواشون نیست.
خب میگه که من چرا آخه به من چی رفت؟ زندان کرد. اگر گناه کرده است خب زندان میکنی، گناه نکرده است مشکل خودت میکنی. یعنی واقعا تصوری غلط کردن. این نمیدونم کدام نهاد تاجیکستان همچون فکری به سرش زد، احساس کرد که با فشار آوردن به اینها یک نوعی فشار به جمهوری اسلامی برای. خب اشتباه کردید، هیچ نه فشاری وارد نمیکنند اینها. بشی اینها آدمای اینا تاجیک نیستن. اگر من و شما دیلمون به هم دیگر نسه، چرا ایرانی دلش به ما سزا گذشته از آن حکومت فعلی جمهوری اسلامی ایران؟ اکثر حکومتی که با اون گفتمانی اسلامی و گفتمانی حمایت از مستضعف و گفتمانی حمایت از فلسطینی‌ها چندان همراه هم نیست. یک دولت غربگرا سری حکومت است. اینا پرواش هم نداشتن. بار میگردیم یک به اون مشاورای تاجیک مشاورای تشکر زیاد برادر عزیز. باز به شما بار میگردیم یک بار دیگر. حالا چند نفر ما را انتظار هستند. برادر عزیز گرامی ما برادر اکای تیمور ورقی، خوش آمدید به برنامه. برادر عزیز گرامی ما محمد اقبال صدرالدین، خوش آمدید به برنامه. برادر مهاجر گجا شدی ننگ نامهای تاجیکستان، کسانی که با ما هستید خوش آمدید به برنامه. حالا ما را یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستادند، ایشان را گوش میکنیم، بعد انشالله باز صحبت خواهیم کرد. واتساپ رو فعال کنید، ما شما را گوش میکنیم. الو، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شما را گوش میکنیم. شما در پخش آنلاینی برنامه دیدگاه هستید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. حال مبارک شما خوب هستین؟ تشکر به شما. بفرمایید. ما در موضوع شکار نخبگان ملت صحبت میکنیم که وقتای آخر خیلی نخبگان ملت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان شکار میشوند یا اینکه سربگریز میشوند تا اینکه شکار نشوند. آخر این کارهایی که میکنند در این حکومت ما، این تماما از روی انسانیت و بشریت و آدمگری نیست. برای اون که صدا میرود یا نه؟ صدا هست، ما شما رو خوب میشنویم. الحمدلله رب العالمین. شما اگر باور کنید برادران عزیز، من یک انسانی سال خورده من خودم را معرفی میکنم. اسم من میرنبی شریف زاده، از خود منای دل نوستاک تلفن میکنم. با مانند من هزارها صدها هزار مردمانی که معلومات عالی داشتن، مردمانی که صاحب بسیار اختصاصهای خوب بودن، از سبب آن که زیر ترس، زیر میبخشید بسیار اگر دقلم گویم نمیتوانستن یگان سخن گویند با فایده خود دولت این اشتباه هست. یعنی گوشاش کار کردن، چشماش کار کردن، زبانهای ویوی لول کردن. برای همین مردم حقیقتا از تاجیکستان فرار کرد. این مقصد اساسی این اویله بود که تمام مردم نابود کند و همون میبخشید آدمایی که گرد اطراف خودشان سر حکومت بیارد. من اولا میخوام به شما گویم که من اعضای یگان حزب یا یگان گروه نیستم. این سخنهای من همچون سخن درد و علم مادر تاجیک است. شهروند تاجیکستان که من در اونجا تولد شدم، بزرگ شدم، اینقدر کار کردم. انا 22 سال شد من در غریبی. Дело в том, что вы очень хорошие передачи даете. И очень хорошо, что предыдущие люди выступили на таджикском языке. Я, с вашего позволения, коротко озвучу значит, то, что сейчас творится и то, что требуется для вашей передачи. Спасибо. Пожалуйста. Основная задача нынешней ситуации в Таджикистане
заключается в активизации представителей интеллигенции, общественно-политических сил и наиболее интеллектуально развитых представителей граждан Таджикистана, где бы они ни находились. Очень плохо, что вышеуказанные группы лиц до сих пор от страха перед смертью, от страха за своих детей, семей, близких, родных, перед режимом. Хотя есть очень много сказать, у них отсутствует информационной площадки для выступлений. Все они нуждаются в независимой, нейтральной, информационно-аналитической площадке для вывода Таджикистана из глубочайшего социально-экономического кризиса. Однозначно мы убеждены, что нынешний режим не способен вывести из этого глубокого кризиса. Только всеобщее обсуждение наилучших представителей таджикского народа с опорой на современные науки, знания и технологии из опыта прошлых лет разработает концепцию создания в Таджикистане процветающего общечеловеческого общества и общественного строя. Да. Из-за этой большой беды и безысходности сотни тысяч, почти миллион интеллигентно думающих людей. То есть произошла огромная утечка мозгов и профессионалов во всех областях экономики, культуры, религии, здравоохранения, военнослужащих, всех отраслей. Вот высококвалифицированных специалистов уехали, чтобы спасти свои жизни и жизнь своих семей и близких. Я убеждена в том, что если Россия и все те граждане бывшего Советского Союза будут требовать аннулировать решение, принятое в Беловежской пуще, о распаде СССР спустя 20 лет воссоздать СССР. Вот аннулировать решение о прекращении существования СССР. Вот именно то, что произошло в Беловежской пуще в декабре 1991 года, вот дало нам такое горе, дало нам гражданскую войну. Почему? Потому что мы все остались без идеологии, остались, как говорится, у разбитого корыта, а вот возрождение СССР со всеми оставшимися республиками даст что? Процветание всему бывшим республикам Советского Союза, то есть незамедлительно войти в состав Евроазиатского экономического союза. Абсолютно все проблемы решатся. Решатся и с трудовыми мигрантами, и с провозом товаров, и передвижением через все эти границы. И получат образование, и получат гражданство, в конце концов, не будут люди мучиться. Я еще раз повторюсь, вы смотрите, что творится в миграционном центре Сахарова. Там ежедневно до 10 тысяч человек собираются. Если вот вступит Евроазиатский экономический союз, все эти проблемы будут решены. Почему? Потому что весь бюджет, все богатство Таджикистана, это заключается в труде трудовых мигрантов из Таджикистана. И вот очень обидно, когда высококвалифицированные, высокообразованные люди для того, чтобы там, на родине, в Таджикистане, дать кусок хлеба своим больным, родным людям, которые находятся, своим детям, десятилетиями не могут проведать своих родителей, увидеть своих детей. Это очень плачевно. Вы знаете, это просто боль разума и сердца каждого гражданина Таджикистана, который находится в миграции. Вот. Спасибо.
Разъясните, Хотите еще пожалуйста. что-нибудь добавить? Другие тоже Есть что добавить. хотят... Самое страшное произошло в Таджикистане. Постоянно за 30 лет психологический геноцид всего народа Таджикистана. Бесконечный страх, вечно требовать, пребывать в страшном сне, быть слепыми, глухими, немыми. То есть не говорить всю ту правду, которая может помочь государственным деятелям, первому лицу Таджикистана, чтобы они исправили ситуацию. Вот это самое страшное. Поэтому агар як минбари озод мешуд ки тамоми мардуми Тоҷикистон бинед ки мо патриотои Тоҷикистон ҳастем, мо аъзои ягон ҳизбу ягон гурӯҳ нестем. мо ки ҳастем он одамое ки инқадар меҳнат кардем. аъзои ҳизби наҳсоди исломии Тоҷикистон ҳастем. Масалан, мо патриот нестем агар? Не, бинед ки шахсан ман ягон аъзои ҳизб, ягон гурӯҳ нестам ва ба касе корам надорам. ҳар каса худо тақво имон тиҳад ки ба ҳамин ростӣ ҳидоят шавад, ростгӯй бошад. манам фикр мекунам ки аз ҳамин рост гуфтан кори хуб дар дунё ҳеҷ нест. ин ҳам ин дунё ҳам ахирати одам ба фоидаи калон дорад. акун мебахшед, ман тоҷикиам инқадар хуб гуфта наметавонам, лекин қадри имконият мегӯм. парвардигори азза ва ҷалла тамоми мардуми Тоҷикистонро аз ин золимон халос кунад. парвардигори азза ва ҷалла бинед ки ҳамаи мо дар ҳаққи ватанамон ба монанди маҷнун ҳастем. Мы патриоты своей родины, мы любим свою родину, мы любим свою культуру. мо ҳамин мардуми худамонро дӯст медорем, ҳамин миллати худамонро дӯст медорем, ҳамин дини мубини худамонро бо виҷдонан солимона дӯст медорем. лекин афсус ки мо манай хел ҳамамон дар бадари хоббасар шудагӣ. ташаккури зиёд. ҳаминҷо бо узри зиёд шуморо қатъ мекунам. вақте ки ба шумо ҷудо кардем ба поён расид. агар дар ҳудуди аз 30 то 30 сония то 1 дақиқа ягон ногуфтаи мондаст ки бояд бигӯед, бифармоед. ман иншоалло умед дорам аз парвардигори азза ва ҷалла ки ин гуна гуфторҳо бо шумо зиёд мешавад ва агар худо хоста бошад, иншоаллоҳу таборака таоло мо дар он ҷо сухан мегӯем. ба ҳамаи шумо худо як ҷазакаллоҳу хайран касира худо қувват диҳад. дар амони худо бошед. худо нигаҳбони ҳамаи шумо. саломат бошед, сарбаланд бошед. ташаккури зиёд хулаҷон. ҳоло бубинед, як нафаре ки мегӯянд синашон хеле бузург аст, ба сини пирӣ расидаанд, дар ҳамин ҳол чунон гарм, бо хуни гарм суҳбат мекунанд ки гӯё як ҷавоне бошанд, ба сини 30 солагӣ нарасидаанд ва ҳоло мехоҳанд бояд Тоҷикистон гулгул шукуфон бошад, мехоҳанд Тоҷикистон пешрафт кунад, тараққӣ кунад ва инро худашон ба чашми худашон бибинанд. лекин тамошобинони азиз, ин нафаре ки бо мо суҳбат карда истодаанд гуфтанд ки синашон хеле ба сини пирӣ расидааст, шояд аз 80 солагӣ гузашта бошанд, вале на ба хотири худашон медонанд ки синашон ба як ҷое рафта, ба хотири мани шумо, барои ояндаи мани шумо, барои ояндаи миллат, барои пешрафти кишвар суҳбат карда истодаанд. мо барои ояндаи худамон суҳбат намекунем. мо барои ояндаи худамон ҷон намезанем. мо барои ояндаи худамон кӯшиш намекунем. ин аст нигаронӣ. тамошобинони азиз, ҳоло навбати суҳбатро ба бародари азизи гиромиямон акаи Теймур Варқӣ медиҳем. акаи Теймур Варқӣ, пеш аз ҳама салом алайкум ва хуш омадед ба барномаи таҳлили дидгоҳ. салом алайкум дӯстон, салом алайкум Шавкатҷон. садои ман меравад? ҳастай, садоятон хеле хуб аст. ташаккур, саломат бошед. ин хонум гуфтааст ки 25 сол боз дар ҳиҷрат қарор дорад. соли оянда ма
алиу 30 сол мешавад ки ма дар ҳиҷрат ҳастам, ватанро тарк кардам. хуб ҳисоб аст ки тақрибан нисфи умри ман дар ҳиҷрат гузашт ва сарама сафед кардам дар ҳиҷрат, ҷавонӣ ва дигар нисфи ҷавонӣ дар Тоҷикистон, дигараш хуб маълум аст. албатта дили одам месӯзад дар ёди ватан ва ман мехоҳам сипосгузорӣ кунам ба ҳамин хоҳари мо ё ки апаи мо хеле чизҳои муҳим гуфтанд ва баъзе чизҳоро ман дастгирӣ мекунам. хуб дарбораи ин ҳолати дарбораи ҳолате ки дар Тоҷикистон аст, Маҳмудхон гуфтанд ки сари қудрат одамои тасодуфӣ ҳастанд. На ин ки одамои тасодуфианд, ман аслан мутмаин нестам ки онҳо одам ҳастанд ё на. Як латифа аст, як сказка, притча ҳаст ки дар ҷангал сари қудрат шаголо омаданд ва шерҳоро куштанд. Дар Тоҷикистон ҳам мамихел, дар Тоҷикистон вазъияти Тоҷикистон як мусибат аст, як бадбахтӣ аст ки сари қудрат одамое ҳастанд, намедонам одамо ҳастанд ки ё як тӯда ҳастанд ки ҳар як одаме ки ҳар як инсоне ки тавони фикр кардан ва тавони норозигиро изҳор кардан дорад ва одама ё зиндонӣ мекунад, ё ки мекушанд, ё ки аз ватан берун мекунанд. ҳамин рафтор худаш як нишондодест ки сари қудрати ватани мо одамои кӯтоҳбин ҳастанд, яъне ки беақл ҳастанд, аблаҳ ҳастанд. Онҳо ё аблаҳ ҳастанд, ё метавонед бо русӣ бигӯед. Бубинед, здесь есть такая фраза: это ошибка или преступление, да, это известная фраза такая есть. У нас во главе государства Таджикистана это трагедия в Таджикистане. Сейчас я объясню, если у меня будет время, почему это трагедия. Эти люди, которые находятся во главе власти в Таджикистане, это рэкетиры, это бандиты. Это люди, которые захватили банк вместе это грабители. Они взяли в заложники все население, всех людей, которые находились в этом банке. Таджикистан – это золотое дно, это банк. Да? И вот эти грабители, вооруженные грабители, захватили этот банк вместе с людьми. У людей начался стокгольмский синдром. Люди боятся возвысить голос из опасения, что эти вооруженные люди принесут боль детям, там есть женщины, дети.
принесут им боль, или кого-то начнут бить, кого-то расстреляют. И поэтому они начинают уговаривать или угождать этим бандитам. Что происходит дальше? В условиях, когда для этих бандитов каждый человек, который способен мыслить, а если он мыслит, значит, он способен сомневаться. Если он способен сомневаться, значит, он способен давать негативную оценку, в том числе действиям этих грабителей и этих, скажем, налетчиков и гангстеров, да, это значит, что он для них представляет опасность. То есть получается, что в обществе каждый мыслящий человек – это опасность для гангстеров, для бандитов. И они каждого мыслящего человека нейтрализуют. Это получается, что общество это связано, это общество глухих, немых, инвалидов, без рук, без ног. И вот наступает пандемия. И со всей очевидностью становится ясно, что это правительство ничего не способно делать. Оно находится в панике. Оно не способно ничего предпринять, кроме танцев. И на этих танцах они губят тысячи людей, тысячи жизней. Этих молодых они заражают и потом отпускают их по домам, заражать остальных. Там заразились учителя, там врачи, чиновники, сотрудники правоохранительных органов и так далее, и так далее. Понимаете, идет чистка. Эта группа Эмом Али Рахмона, она начала свою власть с чистки, массовой чистки. И до сих пор идет, продолжается чистка элиты, интеллектуального потенциала государства. Либо он вынужден покинуть страну, либо он умерщвлен, убит, либо он в тюрьме. Тюрьма сегодня, колония сегодня – это университет. Это не тот университет, который сейчас существует. Это вернулись года, сталинские времена и, значит, те времена, которые привели к бурным потрясениям, в том числе и в России, когда колонии, ссылки, тюрьмы были университетами, потому что там были сосредоточены интеллектуалы, способные думать, которые представляют опасность для этого режима. Да. Понимаете? Значит, Мирзокул Ходжуматов, интеллектуальный человек, доктор, который проучился 12 лет, чтобы получить медицинское образование, нужно обладать высоким интеллектом, высоким интеллектом. У нас в таджикском так называемом правительстве нет людей, которые реально очно закончили 5 лет. У многих из них липовые дипломы, купленные, либо заочные, чтобы, понимаете, интеллектуалы, которые на самом деле учились и имеют образование, и имеют интеллект, и высокий IQ, показатель, интеллектуальный коэффициент, они не будут убивать и сажать и изгонять других интеллектуалов. Для них он не будет представлять опасность. У них комплекс неполноценности. У так называемой верхушки элиты Эмома Али Рахмона, вокруг него Бек, Сабуров,
там Нуриддин Саидов, эти Рахмоны многочисленные, один Рахмон, другой Рахмон, фамилия Рахмон, имя Рахмон Али и так далее, и так далее. Этот глава его администрации бывший, или там, их черт там ногу сломит, сколько их там. И все неграмотные. И все неграмотные. И посмотрите, это замминистра здравоохранения, как опозорился. Им вообще они боятся рот открывать. Почему они не проводят пресс-конференции перед журналистами? Потому что они как только начнут проводить пресс-конференцию, они сразу опозорятся. Вот Мухаммад Игбол часами может разговаривать, и дай ему аудиторию. И может держать аудиторию, и если хорошо подготовиться, вообще не будет никаких к нему претензий. Понимаете? Поэтому Мухаммад Игбол в изгнании за границей. Поэтому, Шавкатджон, вы тоже в изгнании. Потому что вы способны думать, вы способны оценивать, анализировать. Вы обладаете, так сказать, интеллектом, понимаете? Вот в этом проблема. Это проблема, когда происходит вот эта чистка, и наступает момент истины наступает. Или ковид, или ситуация с Кыргызстаном на границе, когда полная информационная победа на стороне Кыргызстана, и когда представители таджикской власти говорят, почему мы проиграли информационную войну. Вы, во-первых, у вас нет мозгов, вы довели ситуацию до войны, во-первых, во-вторых, до информационной войны. Вы не можете выиграть войну, ни одну, ни информационную, ни реальную войну. Вы не способны, потому что для этого нужны мозги, для этого нужны свободные граждане. Граждане свободные, свободно мыслящие. И граждане, которые не боятся думать, не боятся говорить. Вот я сейчас наговорил на 3, 4, 5 пожизненных сроков. А в Таджикистане это вызывает, конечно, страх, мои слова. И это большая проблема. Акай Темур Варки, агар вақт шуда бошед, иншалло боз ба шумо бармегардем. ҳамин ҷо бимонед, лутфан хоҳиш мекунам, боз як бор дигар аз шумо истифода кунем. ҳоло бародар Муҳаммад Иқболи Садриддинро мешунавем. Хуб, Муҳаммад Иқболи Садриддин, мо мавзӯи имрӯзаро дар бораи шикори нухбагони миллат гузоштем ва дар ин бора суҳбат кардан мехоҳем. ман аз шумо мехостам бипурсам ки خیلی از شخصان علمان دین، دانشمندان دین با شما خیلی مناسبت های زیچ داشتن، هم در تاجیکستان وقتی بودنتان، هم وقتی که بسیار کارهای علمی می بردید، کتاب ها نشر میکردید. در این وقتها خیلی مناسبت های زیاد با قشر علمان دین تاجیکستان داشتید. حالا ببینید خودی نفرانی که یک کم نمازخوان بودن یا که یک کمی آگاهی از علوم دین داشتند، لیکن از شخصان زیایی کشور حساب می‌یافتند، دانشمندانی بودند که در دانشگاه‌های تاجیکستان درس می‌گفتند، شاگردان زیاد داشتند، نامزدهای علوم بودند. حالا ببینید به اتهام اخوانی بودن، حکومت جمهوری تاجیکستان 120 نفر را پشت پنجره زندان کرد. 120 نفر را. این هم میلش. حالا این میلش نه، این هم حالا یک طرف مونیم، یک طرف دیگر این است که شاید بعد آن که این 120 نفر دانشمندان را به خاطر اخوانی بودن پشت پنجره زندان کردن، اینهایی که در
دانشگاه‌های مختلف تاجیکستان دست می‌گفتند به دانشجویان، به دانشمندان آینده کشور، به سازندگان آینده کشور دست می‌گفتند. بعد آن که اینها را پشت پنجره زندان کردند، 120 نفر را، شاید 500 نفر، 1000 نفر دانشمندان از تاجیکستان بیرون شدند به خاطر آنکه تقدیر آنها در خود آنها تکرار نشود. حالا ببینید در این باره من میخواهم حرفای شما را بشنوم. قبال شوکت جان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من میدونید که مردی بسیار خطبه و دراز و بسیار صحبت نمیکنم. میدونم بالفور داخلی موضوع. ما و شما خوب میدونیم که رژیم کنونی کشور یک رژیم قمع‌گرا، قاتل و یک رژیمی است که بگفتش اونه که برادر محمود جان گفتن نهایت کار و نهایت مطاف آمده است و نقل قول از ابن خلدون نمودند که واقعا هم نه فقط یعنی ابن خلدون بلکه علمای زیاده در یعنی فراست و در ریاستی بعضی از حکام در چنین موارد ذکر کردند که وقتی نهایت یعنی سلاله فلان آمد در نهایت کار دیگر چنان جبر و ظلم زیاد و بیشتر شد که دیگر مردم تاب و توان و طاقت برداشت اون نداشتن و بر علیه اون سلاله و بر علیه مثلا سلاله رحمان و فاخی مثال بگیریم. یعنی در گذشته هم همچنین سلاله های زیاد بودند که وقتی می دیدند که مردم زیاد از اونها دیگر گوش نمیکند یا اینکه مردم از زیاد ظلم دارن و ستم دارن، بعد می تاختند بر اونها و مردم هم بر اونها تاختند و اونها واقعا هم از صفحات تاریخ حتی گم شدند. نام اونها جز از یک ظالم و یعنی مردم ستیز چیزی دیگری باقی نماند. و حکومت رحمانوف هم دقیقاً همون روزهای سنگینش را پشت سر میکند. یعنی با این پسرش رستم، با این دخترش، با این داماداش، با این رئیسانی ناحیه ها و وزیر اینهایی که گذاشته است، اینها کاملا بی‌درایت، اینها بودند که رحمانوف به یک حالت سردرگمی، اینها بودند که رحمانوف به یک حالت واقعا هم بدبختی آورده دچار کردند. و برای این من در مورد اون افرادی که 120 نفر با اتهام اخوان المسلمین یعنی که بازداشت شدند، من همین گفتنیم که چقدر طلبه بدون علم ماند، چقدر انسان پس از بازداشت اونها یعنی بدبخت شدند، چقدر نور علم و نوری یعنی دانش و فضل در کشور داخل زندان و داخل سیاهچال‌های رحمانوف شد و این برای همه معلوم است. چقدر پدر و مادر، مثلا یک مثال عادی داملا قربان علی دیدیم که پس از زندان کردن او دل مادرش زد، از دنیا گذشت. یعنی چقدر انسان رحمانوف با این ظلم و ستمش یعنی که چیکار میکنه، خودش پیش قبر مادرش میره و عکس مادرش میبینه هو میکنه خانه سوخته، ولی مادر مردم در حق یعنی که فرزنداشون مرده سن یک بار واس نمیکشه، یک بار علوجاک نمیکشه کو پدر لعنت. ولی این اصلا نمیتونه درک کنه چون رحمانوف انسان نیست و در چوکاتی چارچوبای انسانیت اصلا نمیتواند حتی فکر کند که همون ظلم من انجام داده ایستم، این ظلم من سبب بدبختی عائله ها شده است. یک ملا خطیب یا امام خطیب در یک جا میخیزه علمیت داره و دانش داره، من او را چرا برام زندان کنم؟ با همون صحبت کرده می شود تو پشتیبانی از نهضت نکن، تو پشتیبانی از گروه های مخالف نکن، خلاص همون انسان پشتیبانی نمیکنه، زندگیش رفته سیسگون مشکل نداره. ای که منش بد میبینن ترا یگان انسان نیست که دیگه بدت نبینه رحمانوف. ترا همو اگر زنت برای همو عزیزما را بپرس، همو عزیزما ایت چند قصد داره، برای چند خیانتش کردگی چند قصد داره. انسان نیست که ترا نغزت بینه یا دوستت بداره که تو همه را میبری زندان کرده ایسای. و این قضیه هست که معین است و واقعا هم برنامه های مفصل هم شما نشر کردید و هم ما نشر کردیم. و آن چیزی که من میخواهم امروز در اینجا برای مردم بگم، بار دیگر اینها شروع کردن بازداشت ها را. من دیروز در برنامه خبر اپراتیوی را براتون گفتم که از کجا 25 نفر 20 نفر 15 نفر با امر جدید کمیته دولتی امنیت ملی و همین رمضان رحیمزاده که فعلا در کشوری به همه دوست و کشوری به همه آشنا یعنی قرار دارد و این عکسی که میبینید در شیراز است و ببینید که یعنی که رفته سر قبر حافظ و رفته است یعنی چی، ولی ببینید که اون در ایران است ولی رئیس
یعنی که یا امام رئیس مثلا استاد محیدین کبیری را با مثلا امام خامنه ای چیکار کرده ایستن؟ یعنی که این عکسی قدیمه نیست، این عکس جدید است. این عکسی است که یک روز قبل و امروز نشر شده است از طرف همون ترولیا و فابریکای جوابی که هست. ولی رمضان رحیمزاده خودش با مقامات ارشد ایرانی یعنی که ملاقات میکند و شیراز میرود، گویا خودش دوستدار علم و فهم، قبری سر آرامگاه حافظ میرود، سر آرامگاه یعنی سعدی شیرازی میرود تخت جمشید تماشا میکند، خودش از بزرگمردانی یعنی فارس و تاجیک میگیرد. ولی در داخل تاجیکستان دکترای علوم ادبیات فارسی را میگیرد زندان میکند. شخصی که دکترای علوم چی است؟ دکترای علوم زبان و ادبیات فارسی است میگیرد زندانش میکند. ببینید یک طبیب عادی، یک طبیبی که اصلا یعنی که هیچ گناه نداشت و کار این تنها طبابت و برای مردم یعنی که خدمت میکرد، همین دکتر یعنی که میرزا را ببینید که بیگناه بردن بندیش کردن. باور کنید نمیدونم من که دیگر با اینها چگونه انسان باید که برخورد کنه. هر یک انسانی آزاداندیش، هر یک انسانی که عادی ترین فکر دارد باید رحمانوف اونه توسط مقاماتش وارد سیاه‌چال ها کند. دقیقاً کارهایی که سال 37 بریا و سال 37 همون بقایای یعنی بلشویکی گفته گپا بقایای لنین انجام دادن با سرزمین های ما، دقیقاً رحمانوف همون کار انجام داده است. یتیموف و رمضان رحیمزاده همون کارمندانی که ملت تاجیک به این حالتهای وخیم و بد آورده گرفتار کرده ایستادند. ما نمیدونیم که اینها دیگر از این ملت چی میخوان. یک مثال عادی که روزی 16 می بود یعنی که بازداشتی امردین نخشوف. دیدید شما که امردین نخشوف کی است؟ امردین نخشوف با سلاح تیر زدگی است، با کارد هجوم کردگی است، سیادی غفاروف یعنی که با کارد زدگی است و طرف در یعنی که شفاخانه است. ولی ببینید که امردین نخشوف در خانه حسن اسدالله زاده میرود پنهان میشود و از اونجا باز دوباره خب دیگه میبینن اگر نفرایی که اپراتیونی که هستن برای اصلاح نوشتن که داملا ما امردین دیدیم هم پرون و هم کرچه خطی زد ده همونجا مردک بار ایستادگی بود، یعنی یگانجا نگریخته بود، یعنی یگان کاری نکرده است که ما بگیم که امردین از اونجا گریخته بود. هم پرون هم کرچه خطی زد، هم نفراش آدمای شمسالله صاحب فزدن میگه نگریخ ملیسا پیشش اومدن یگان گپ نبود دماشین 6 مردک باره با سویستو کشیده برفت میگه ملیسا نگهش داشتن میگه. ولی اینا برازبای یعنی که یک چیزی که گویا که یک کاری عادی کرده است، گویا یک کاری که خولیگانست وقتی دلای 200 کودکس 247 ماده جنایتی دلش کشیدن حال میبرونن یگان چیش میکنن در حال اون در عفوی 30 ساله رحمانوف داخلش میکنن خارجش میکنن میروه. ولی در حالتی که جنایت هاش پس از نشر این مطلب با بیشتر به ما رسیده ایستاده است، آنچنان یک شخصی خشین و با یعنی عملکردهای انجام داده است تو امروز و کرده ایستاده است که در خوالین در همون کانی کیلو مردم میدید دستانش رنگی که مردم از یک فرعون یا ابو جهل میترسن، همچنان مردم از اون میگریخته دستان، همچنان یک انسانی خشین است. ولی اینا حتی همین عائله خودش در عروسی ها و در توی هاشون دعوتش نمیکرده دستان که در توی هاشون اشتراک کنه. ولی ببینید برازبای بزنن یعنی بجای اینا باید در زخولیگانست میخوان که اینا برای زخولیگانست ورس کنن که خولیگانست نیست، این باید رازبای نپدینیا یا اینکه هجوم مسلحانه باید باشد. ولی چرا دکتر میرزا به بیگناه بودنش 5 سال زندان میشود ولی امردین نخشوف بازم این که هجوم مسلحانه میکند برای اون متیان چند سال ولی 4-5 سالش میتن در عفو داخلش میکنن خارجش میکنن میرود. این است یعنی عدالت رحمانوف، این است عدالت رحمانوف، این است عدالت شاید تماما در حبس رو نبیند. کی در حبس؟ نه ممکن است که اکنون ما نوشتیم که اصلاح نظارت میکند اینا و میبینیم اینا ولی اگر ببینن که در عفو داخلش نکنن یعنی آن چنان متکبر بود است که با 100 سومونه و با $100 مقعد شده حاجت خانه تازه میکرده است میپرتافته است. شما اینو تصور دارید؟
همین امردین نقشوف در حاجت خانه داخل می شده است برای اینکه بدانن من زورم با 100 سومانه و با 100 دلاره مقعدش تازه میکرده است در داخل توالت میپرتوفته است. مردم اچرت برای توالت پس از برآمدن امردین بدستند. ایش چی میگی؟ پس این خبرهایی که امردین نقشوف مورد جستجو قرار گرفت چند وقت بعد پیدا شد اینها صحت ندارن؟ یعنی در خانه حسن بود، حسن پکریوه تلش رفت در خانه حسن رجوع شد و شمسالله صاحب بود تا وقتی که رحمانوف تا وقتی که گفتی که پر رخشانه سر کار نشد. حالا ببینید همین پنهان کردن شخص جنایتکار نیست، جنایتکاری محسوب می شود. چند نفر ما پشت پنجره زندان داریم که تنها به خاطر خبر ندادن به مقامات 8 سال و 10 سال پشت پنجره زندان شدن، هیچ جرمی ندارن، فقط همین که گناهشان همین است که از کدام جنایتکار خبر داشتن به مقامات خبر ندادن. اینجا اسدالله زاده وقتی که جینش را پنهان کرده است، جنایتکار را پنهان کرده است، چرا با او دلیل جنایتی شده نشد؟ او اوله رحمانوف، او خسور بچه رحمانوف امکان نداره. چنانه که رسول اکرم گفته بود والله فاطمه دختر محمد اگر دزدی کنه لقطعت یدها دستش میبرم، ولی رحمانوف تمام کودکس جنایتی تاجیکستان برای نزدیکان رحمانوف تاثیر ندارد. کودکس جنایتی تاجیکستان برای مخالف، برای پدر مادر من، برای پدر مادر، برای دکتر میرزا، برای تمام افرادی که تحصیل کردن علم آموختند آمدن اونها فکر دارند عقل دارند، زکنده تلسای جمهوری تاجیکستان برای اونها تطبیق می شود. زکنده تلسای تاجیکستان و قانونگذاری برای مردمی که نزدیکان عائله رحمانوف هستند با اونها هیچ تاثیر ندارد. یگان نفر مرد باشه ببره بگه یک نزدیک رحمانوف زندان شده است، میتوند یگان نفر یا این که همین یوسف رحمان یا این که شاهیان ببراین مردک و رگه بزنند که ما سود هستیم و ما پرکرار هستیم و انا همین امردین نقشوف با ماده هجوم مسلحانه به مدت 15 سال روانه زندان می شود و با روانه کردن به زندان نظامش پرزور. من به شما برای چی؟ برای شما اصلا قانون نداره. قانون شما در بالای مردمی عادی تطبیق می شود. اینا قانونی چی دارن؟ تطبیق قانون بر روی مردمی بگناه باید تطبیق شود و اینها باید زندانی شوند. از یک طرف یعنی که ایران تحقیق میکنن و تحقیر میکنن، از طرف دیگر وزیر داخلش هم میفرسته تا با نفران ارشد یعنی که صحبت کنن، نفران ارشد جمهوری اسلامی ایران. اگر جمهوری اسلامی ایران پس از رفتن انا همین یعنی روحانی که کاملا ایران در چشم تاجیکستان بدترین وضع بدترین حالت نشان داد، اگر پس از رفتن همین روحانی آقای رئیسی سر قدرت آمد، اگر همین سیاستش ادامه پیدا کند، پس من میفهمم که واقعا هم مقامات ایرانی از رحمانوف چی متهمی دارند. برای اینکه ایران تا امروز چنین خاموش نبود در مقابل کسی. چرا در مقابل رحمانوف که اصلا یارای حمایت از خودش ندارد، یک جمهوری اسلامی ایران در مقابل یعنی که رحمانوف تروریست و اکستریمیست تمامی یعنی یک جنایت پیشه خاموش آرام میشیند. در مقابل در مقابل رحمانوف بیاید همین سوال را از محمود خان همین سری گپ بپرسیم که محمود خان چی میگویند. به فکر شما محمود خان جمهوری اسلامی ایران خودی رهبریت جمهوری اسلامی ایران از تاجیکستان یگان زبان کوتاهی دارند، یگان کارهای پشت پردگی دارند که اینقدر تحقیر میشنود، اینقدر ملامت میشود و همه سری خم دست پیش بر گوش میکند هیچ چیز نیست. یا دقیقه آقا شمخجان همین من از محمود جان میپرسم، یعنی شما شاهد هستید که هر روزه دیروز امروز عکسی امام خامنه‌ای مقام معظم رهبری با عکس استاد همچون سگ کرده در فیسبوک گذاشتن، ولی رئیس وزیر کشور در ایران قرار دارد با مقامات ارشد وا میخورد. آیا یگان نفر نیست که برای این سگ بگه که شما چیکار دارید؟ یا میترسن از رحمانوف یا نمیدونم لابی های ایران تاجیکستان تو ایران چیکار میکنن؟ پس اطلاعات ایران که خودش اینقدر بزرگ قوی میداند در مقابل رحمانوف صفرن. چرا؟ حقیقت کجاست؟ چی میگوید در این مسئله؟ بفرمایید محمود خان. ببینید در اینجا دو تا تحلیل هست و هر دوش هم از یک زاویه نگاه کنید درست نمیشه. یکمش این که واقعا همین خیلی جمهوری اسلامی ایران
تاجیکستان در حدی نمی‌بیند که وقتی درگیر شود، چون می‌داند که این کشور وابسته است. اینا آدمای اصولا ایرانی‌ها آدمای خونسردن، ارغمچینه دراز میمونن و فایده میشنن، همین خیلی. این یک مسئله که این این ویژگی دارن، حالا آدمای بسیار با حوصله. دومش این که این دولت فعلی جمهوری اسلامی ایران اصلا رویکردش همخوانی ندارد با رویکرد، با گفتمان انقلاب اسلام، با اون رویکرد رهبری منظورتون دولتی روحانی. بله، دولت آقای حسن روحانی یک دولت غربگرا است و از گفتن این هم هیچ ایبایی ندارن. علنا هم میگن، یعنی من اگر اینا خودشان نمیگفتن از گفتم شاید جرئت نمیکردم، میگه ما غربگرا لیبرالی. فهمیدید؟ اینها اصلا نگاهشان یک نگاهی عجیب و غریب است که شکر خدا دیگه به پایان حکومتشان رسیدن. خدا کند یک آدم درست حسابی سری کار. به خاطر این دو عامل من میگم هر دو عامل هم از یک زاویه درست است. بالفرض اگر به جای آقای روحانی یک دولت اقتدارگرا هم میبود، واقعا هم جا نداشت سر به سر تاجیکستان بذاره. میداند که خب من امروز هیچ نمیگم، فردا دوباره اومد درون میزنه. میفهم. اما در مقابل مثلا اسرائیل، آمریکا، اینها خب چون میداند که اگر من موقع نگیرم، در واقع مبارزه نکنم، پدر من در میارد. آقای محمود جان میدونید که رحمانوف رژیمش در تاجیکستان چنانه که یعنی که مثلا برای ایرانی ها اسرائیل یا امریکا یک توهین است، به مردم تاجیکستان خامنه‌ای را به مانند یهود معرفی داره. اینا میفهمید؟ من بدترش هم میدونم. از این بدترش هم کرده است. از این بدترش هم میدونم. با انا همین اس یتیمو، با انا همین نهانی، با انا همین رحمانو، با مقامات قدرتی جمهوری اسلامی ایران با همون ابرقدرتیش در نزد مردم تاجیک اعلان کرده است به مانند یک یهودی، با مانند یک نفری خیلی پس توهین و تحقیر کرده میگرده. پس وزیر کشور میآید ایران، چرا به مقامات بلندپوره و ارشدش وا میخرد و در اینجا هیچ گپی نیست؟ این من نمیدونم، یعنی که این اونهایی که میزبانی این سیاست شیطنت است، این سیاست چیزی سیاست است. اونهایی که میزبانی مقامات تاجیکستان هستن کسانی هستن که خداشون هم چندان علیه السلام نیستن. میفهمید؟ حالا دیگه به هر صورت سربسته بیان کنم این مشکلات هست اینجا. الا با وضع ما مخالفای تاجیکستان این نبود. حالا برادر محمود خان که فرصت نوبت سخن به شما آمده است، من میخواهم از شما بپرسم که یک عده از دانشجویانی که از تاجیکستان هستند و در ایران تحصیل میکردند رسانه‌ای شده بود که چند پیش از شرایط خود و از نگرانی خود که ربوده میشوند از ایران به تاجیکستان برده پشت پنجره زندان میشوند، یا اینکه حکومت ایران آنها را به تاجیکستان داده ایستاده است، از این اظهار نگرانی کرده بودند و این رسانه‌ای شده بود. تقدیر آنها چی شده حالا؟ خب من با اجازه شما خارج میشم، ان شاء الله که صحبت خوبی داشته باشید، چون کارم دارم واقعا هم. ما استفاده بردیم. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. ببینید این صحبتی که کردی یک قسمتش درست است، یک قسمتش واقعیت نداره. جمهوری اسلامی ایران تا هنوز هیچ دانشجو یا طالب علم تاجیکستان رو تحویل نداده است. این کار خدا رو شکر هنوز اتفاق نیفتاده است. ولی یک حالت دیگر هست. تاجیکستان در واقع نهادهای قدرتی تاجیکستان با فشار آوردن بر بالای نزدیکان طالب علم ها اینها وادار کردن که برگردن. تعداد خیلی کمی باقی مانده است. بعد از اینکه برگشتن در واقع می رفتن به خانواده اونها فشار می آوردن، اصرار میکردن که فرزند شما برگرده. اگر با اختیار خودش برگشت دیگه ما کاری به کاری اون نداریم، ولی اگر برنگشت ما خودمون رفتیم و آوردیم براش پرونده جنایتی باز میکنیم. اونهایی که باور کردن یا در هر صورت به خاطر فشاری که بر بالای خانواده‌شون بود برگشتن، پس از یک مدت یکی پس از دیگری در واقع میشود گفت شکار این حکومت شدن. این جوانایی که این دانشجو و این طالب علم هایی که الان شما اینجا گذاشته از 6 سال تا 16 سال اینا محکوم شدن، اینها که خیلی روشن است اینا فعالان سیاسی نه.
اینها صرفاً افرادی فرهنگی بودن، در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کردن، یعنی تحصیل کردن. اینا چهره‌های علمی بودن، ضرری نداشتن به حکومت. ولی حکومت چی فکر میکرد؟ چون خودش در تقابل با ایران تعریف کرده بود از روی حماقت. ببینید وقتی تقابل کی به وجود میاد، طرفین وزنی سیاسی و وزنی اقتصادی و کلا وزنشان با هم قابل مقایسه باشه. خب اینا در تقابل ایران در مقابلش تاجیکستان مخالف نمیشه. رقیب اجازه بدید تکمیل شود. تاجیکستان اشتباهی کرد، این دانشجوهای گرفتو تحت فشار قرار داد، زندان کرد، به این گمان که دارد به ایران فشار وارد. آخه دولت ایران گفت که خب این به من چی، شهروند خودت است، اگر مرتکب جنایت شد خب زندانی، اگر هم نشد خودت میدونی، باید مردمی تو در مقابلش. یعنی این فکر اشتباه بود، میفهمید؟ اینا به خاطر فشار به ایران گرفتن دانشجوهای تاجیک خودشونه زندان کرده. ها حماقت مثل میماند که من با یک حیوان، مثل میماند که من با یک همسایم دعوا کنم، بعد به خاطر اینکه بر روی این فشار برم فرزندان خودم که هم کلاسی مثلا فرزندان زندان کنم، چی حماقت است؟ نگاه کنید اینجا شما گفتید که به خاطر مقابلت با ایران این حماقت رو تاجیکستان کرد. من این گونه فکر نمیکنم. من فکر میکنم که ببینید اینجا همین چیز رو من از شما پرسیدنی بودم، ولی فکر شما الکی روشن شد. من پرسیدنی بودم از شما که حکومت در همکاری با جمهوری اسلامی ایران خیلی فعال است. چقدر پروژه های اقتصادی در تاجیکستان؟ نه بعد از قضیه نهضت حتی جمهوری تاجیکستان آمد. حتی نه همشه بس. ببینید واردات کالاهای ایران در تاجیکستان هنوز ممنوع است. کالاهای غذایی میدونید یک زمانی بود همش ابسولوت ممنوع بود. فقط محصولات ساختمانی اجازه دادن، هنوز مثلا محصولات خوراکی اجازه ندادن. هنوز اون نگاه هست در تاجیکستان قبل از این قضایای 2015 ایران هم نمیدونم نمایندگی فرهنگی داشت، هم نمایندگی اقتصادی داشت، همش بس تاجیکستان، یعنی علنا شمشیر عرب است. ولی این ایرانی های خونسرد، اینا آدمای به حوصله توجه نکردن، گاهی هیچ اتفاقی نیفتاده است. اینا پختن آدمایی. مثلا گریم ببینید یک چی هست درباره قصه لیلی مجنون. وقتی که لیلی کاسه مجنون را میشکند، مجنون خرسند میشود. باز میپرسند برای چی؟ میگن تو کاسه را لیلی زد شکست، تو خرسند شده ایستاده ای. مجنون میگوید که اگر او توجهی خاص به من نمی داشت، کاسه خاص مرا نمی شکست. این از این باب نیست. این در صورت صدق میکند که اگر ایران خرسند میشد. اینا توجه نکردن. اگر تشبیه من بی ادبانه نباشد، شما یک شغالی را در مقابل یک شیر تصور کنید. حالا از نگاه خودشون 1000 شغال بیاد حمله کند، شیر توجه نمیکند. اینا از همین باب توجه نکردن، از نگاه خودشون. که تا حدود جا هم داره. داخل تاجیکستان شما در عرصه بین المللی نگاه کنید، جایگاهی نداره داخل. تشکر. اشتباه میگم. سوال من وقت شما را زیاد نمیگیرم برادر عزیز. حالا آخرین سوال من به شما این است، اینجا چقدر برادران نوبت پایده شدن، این است که به اندیشه شما چی میتواند پیش شکار نخبگان را بگیرد؟ یک. دوم، به اندیشه شما چی میتواند حکومت جمهوری تاجیکستان را وادار به آن کند که دیگر رو به ملت بیارد؟ هیچی. میدونید چرا؟ چون اینها ببینید دو تا مشکل دارد حکومت تاجیکستان. یک کمش این که اینها واقعا اگر هم بخواهند نمیدونن سیاست درست انجام دهند، مدیریت. ببینید هرگاه خواستن یک کاری درست هم کنن، زدن خراب کردن. اینا مصیبت همینجا. من از اول گفتم آدمای تصادفی. ای کاش ما یک حاکم ظالم می داشتیم ولی یک کارشناس بود، یک آدمی که با تجربه بود. مشکل ما این است که سری ما به یک حکومتی هست که واقعا تصادفی هست. اینها نمیدونن چیکار کننشون. بتون احساسی تصمیم میگیرن. در قبال همین جمهوری اسلامی ایران
تا حالا 10 بار موضعشون تغییر کرد و اینها هم آدم پخته با تجربه بدونن که فردا عوض میشن، فردا نگاهش تغییر میکنه، هیچی نمیگه. بنابر همین در مقابل نخبگان، در مقابل هر چیزی که در داخل تاجیکستان حکومت از اونها احساس خطر کند، چی درست چی نادرست، اینا فقط یک راه هم میدونن: بزن، بیکاپ، فلان، دیگه هیچی. بنابر همین هیچی نجات نمیده، هیچ وضع عوض نمیشد. یک در راه دارد که این حکومت، من به نظر من در مرحله خود ویرانگری آمده رسیدگی. خود ویرانگری میفهمید؟ چی با مخالفینش مدارا کند، چی باز هم سخت تر بگیرد، در هر دو صورت برزدش تمام میشه. همین است. ایلو ها چنین شود. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. ممنونم. سلامت باشید. تشکر زیاد به شما. سلامت باشید. اینجا برادر مهاجر کیها باز میخواهند صحبت کنند. برادر مهاجر بفرمایید. یک نفر بودن که به ما نوشتند خواهش میکنم ما رو پیوندید چون ضرر تلفن هم تمام میشود. ما اون کس رو به فکرم که نتوانستیم پیوست کردن. السلام علیکم اکا گفتنیم که حکومت رحمانوف امروز چی در افغانستان، حتی بلوگرای افغانستان، چی در تاجیکستان مجبور دارد که همین فقط یا که تعریف مقصد یگان فایده برای همین حکومت اگوان که از افغانستان بیاید در تاجیکستان بلوگری کنه، تماشا کنه و در همین ویدیو تام بگه که ای کاش همه خیلی وطنی ما آباد بشید و تنج بشید. بلوگرای تاجیکستان اگر این آخرانش که همین دیروز همو ادکس کرد همو آدم بلوگری را همین روز با هوای زستوید کردن با اصلاح روسی که با تو بلوگری تا دوام تی، یعنی همو انسان نمیخواه همو چاپلوسی شد، نمیخواه همو چی شد، نه تو باید ویدیوهای ما را نشان تی. با همین روز مجبور کردن که تو باید ادامه بتی. یکمش دومش که اکا همین رحمانوف امروز خودش همین چخله که تشه را میگیرن و میگن که خواهتا با همون تشه خودت میکنی، با بل خودت با دست خودت میکنی، همچنین دارد. چون رحمانوف از هر طرف امروز ترسی رحمانوف از یک بلوگ، از تمامی چی است و حتی رحمانوف از اولاد خودش میترسه که آینده سبب پاشخوری حکومت ظالمانش همین اولاد خودش میشود. چون که امروز ما دیدستیم که بین اولاد خودش چون دیگه جای نموند، جای نمیرسد، دیگه پشت کوهستان، تای زمین، بالای زمین یا بازار دیگه تقسیم شوی، مثل یک چرابگاهی که یک پوده میرود در اینجا میچره، دیگه چرابگاه میبیاید مثل علف نمیآورد، همین اویله خودش در درون اویله خودش هم چوشیده. رحمانوف از همین میترسه. و یک چیزی دیگر گفتنی هستم که ما نباید به امید اروپا شویم، نباید به امید روسیه شویم، نباید به امید یگان دولت نشویم. برای اروپا همین دیکتاتوری به منفیت اروپا است. چون یک گفته همون مکانیزمی خودشه در همین داخل تاجیکستان چی کرده، اگر اروپا نمیخواست این دیکتاتور پول نمیداد، اگر اروپا نمیخواست این دیکتاتور یک دست چه نمیگیری، میگفت تو دیکتاتور هستی، تو یک ظالم هستی، برای تو نیست پول. و یک چیزی دیگه همه که رحمانوف یگان محل نمیتونه، اینمی برادر ما راست گفت، خوبم کنه به ضرر خودش میکنه ایجا و بدم کنه به ضرر خودش میکنه. تمام زندانیان سیاسی ها ما فقط همون شخصانی را میشناسیم، همونا را میگویم که زندان کردن و ایلا هر روز صدها نفر بوده زندان دارن. و حتی همین در حکومت همین کارگرای KGB و چی میلیسا و چی کدام شخصیت های پولدار دیگر نمیپارشون که تاجیکستان بروند. چرا همه که رفت در خانهش رسید درآمد، سحر میبینی شو آمد میلیسا KGB خبر میتیم میروند در همه کلش میزنن که تو فلان گروه در قوشی همه قبول بودی، ما خب میکنیم، اگر نتی ما میبریم تر زندان میکنیم. چون میدونه خیلی بیچاره پولدار چیکار کنه، میبره $10,000
این همین است حکومت رحمانوف تمام دیگه نداره. همین ببینه یا پادوان وقتی که دید مالش یا پادوان وقتی که دید این قدر چی در اختیارش میخره سر دیگه در همه درون خونش دیگه فقط KBN تماشا میکنه و صحنه‌چه تماشا میکنه، تمام بکشه چیکار میکنه دیگه. رحمانوف کنترل خودش از دست دادگی تمام دیگه چیکار کردن نمیتونه. باقی مانده در پناه خدا باشه. تشکر زیاد به شما. از آنه که امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور حالا طول چند سال است درباره صنعتکارای نام صنعتکاری که در داخل تاجیکستان فعالیت میکنند و خیلی خدمت‌های فرهنگی میکنند نام کدامی از آنها را گرفته است در یادم نیست، اما در چند سال فعالیتش نام یک سراینده افغان را گرفت و چند روز پیش نام منیژه سنگین را گرفت که در روسیه فعالیت میکنه. حالا یادم نیست که برابر اینها از صنعتکاران اکای شفقت رحمانوف همین شیشتگی فقط صحنه‌چه اوزی تماشا میکنه. همین سرش همین ورق خوندگیش که برداره دیگه وای وای سر میشه، وای نداره سواد دیگه. تشکر به شما. حالا یک برادر بهادر و عبدالله خواهش میکنم از شما کمتر صبر کنید. یک نفر از داخلی وطن نوشتند که ببینیم از داخلی وطن چی گفتنی هستند، بعد انشالله باز صحبت میکنیم. بفرمایید. نفری که از داخلی وطن نوشته اید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. انشالله خوب است برادرو. سلامت باشید برادر عزیز گرامی. ما امروز در برنامه درباره شکار نخبگان ملت صحبت میکنیم. ما خیلی معلومات های جمع کرده، معلومات های آماده ایستاده است که در تاجیکستان نخبگان ملت، ضیاییان، دانشمندان، عالمان شکار میشوند و پشت پنجره زندان میشوند. تا چه حد این معلومات صحت دارد، تا چه حد این معلومات درست است؟ شما که خود را از داخلی وطن گفتید، اگر درست میگویید در این باره معلوماتی دارید؟ آقای شوکت شما خیلی مسئله خوب اوزی گپ زدید. طول 10 سال 15 سال می شود که حکومت تاجیکستان با با فرمان امام علی رحمان فقط آدمایی را سر میکنن که شتابی پروتیف حکومت کی گپ میزده باشه. اوی حکومت دیگه کار نداره. یگون با جایی که مردم جای کار تامین کنه، مردم نگهبان باشه، دومی مردم سر میکنه که شتابی پروتیفی حکومت گپ زنه. این حکومت دیگه کار نداره. این حکومت سطح زندگی مردم باید آباد کنه، باید ساز کنه. اوی کار نداره دیگه که میکوبه دومی مردمی که شتابی کی پروتیفی حکومت گپ میزنه. بله. ما مردم مهاجر انتظاریم. پروستا یگان کس بسیاری آدم در داخل وطن کو بسیاری آدم این برنامه شما را تماشا میکنند. با خدا قسم تماشا میکنند. اوجه ایامی حکومت حاضره کو بیزار شدگی هم نه که نمیدونن چیکار کنن. نشد همه شما چی گفتنید؟ این گونه معلومات رو ما هم داریم، میشنویم. از یک جهت بسیار خرسند میکند که ما رو مردم در داخل کشور میشنوند، گوش میکنند به حرفای ما. این بسیار خرسند کننده است. و از جانب دیگر ببینید که این حرفایی که حاضر شما از داخل وطن گفته شده اید، ما مهاجرین رو انتظاریم، این فقط در یک دایره محدود است. اکثری مرد بفرمایید. اکای شوکت نه اون که ما این برنامه ها رو منتظریم. ما منتظر مردم مهاجریم. کسی که مومن و مسلمان خسته آمدن گیره وطن، یگان کس در یگان گپ زیادی گپ نزند. کسی که میخواهد که زندگی آباد
زندگی آباد تاجیکستان پیش رود، آستا آستا خسته آمدن گیرد. یگان کس گپ نزند، خسته آمدن گیرد، در داخل وطن جمع شوند، خیزن پروتفی همه حکومت گپ زدن در پورای تمام. اوجا چی کاری که حکومت کردگیه اوجا با مردم مسلمان به تاجیکستان بروند آرام آرام تا اینکه مردم نوریزا زیاد در تاجیکستان جمع شوند آرام بیستند. هم فکر نمیکنید که همین حالت شخصانی که با این سر و صدا با فکر و اندیشه های آزاد مستقل به تاجیکستان میروند لیکن فضای تاجیکستان آنها را رو افتاده و شکسته حال میکنند؟ نه یکا انشالله خدا خواهد مردمی که در دلش دین اسلام نزدیک است یگان وقت اکا این کار کو و یا رو یگان کار نمیکند. همه کسی میخواهد آبادی وطن آبادی فرزندهاش که میخواهد آستا آستا خیزده وطن رفتن گیرد. تمام. من همه خکار عزیز ما شما را گوش کردیم. حالا برادر عبدالله بعد از اون برادر بهادر. عبدالله سلام علیکم اکا شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید ما شما را گوش میکنیم. صدای من میره اکا شوکت؟ صدای خوب است. من همین اول برنامه اکا شوکت تا همین آخر انا تمام صحبت های شما را گوش کردیم. همین در مورد مقصد این همین سخنهای محمد اقبال صدردین سخنهای شما مقصد همین شما وقتش ده همه همین اعضای حزب نهضت اسلام بوده. همونطوری که خودت ناو گفتی که ما هم مقصد اعضای حزب نهضت اسلامی بودیم. همین خیلی که بله حاضرم هستیم. همین همه تمام مقصد طرفدار حقیقت، طرفدار اسلام، نه طرفدار رحمانوف، نه طرفدار دیگرش، نه طرفدار دیگرش. من همینجا میخوام یک چیزا سوال کنم جوابش بخوام بفهموندم. مقصد من در ایران بودم، در قم، در گرگان، تمام جاهاش من گشتم دیدم. تمام علمای همین اهل سنت نشد همین شیعه ها من دیدم فهمیدم نه که همین ملا عبدالله نوریش بعضی همین ملاهای چابلوسی دیگرش قریب 4.5-5 هزار نفر تاجیک بردن شیعه کردن که ایران تمامی که واقعا شخصی که ذره ایمان در وجودش باشه میفهمه که همین بزرگترین دشمن مسلمانای روی دنیا همین حکومت ایران و این همین خمینی مشرک ملعونه. خب همین مردم ملاهای ما از جمله عبدالله نوری سرکرگی تویشان قیام الدینش تا دیگرش مقصد بردن ایمنای کبیری همین جواب همین 5000 جوانی تاجیک که شیعش دگی در قم در گرگان میخونن همین را کی میتیادن از الله. سلام علیکم. ما ممکنه گپ زنم قطعی جوابی اتئیست شدنی بعضی لابای در یتیم یک دقیقه صبر کنید لطفاً که این نفر سوال رو به من دادند. برادر عزیز درست است من اعضای حزب نهضت اسلامی هستم. برادر نه فقط من اعضا، من 2 سال رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه اشت بودم. مدت 2 سال مدیر شعبه فرهنگ و ارشاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد بودم و چندین سال یکی از فعالان در ولایت سوغد، یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد شده کار کردگی هستم. از سال 2004 تا به همین روز در سیاست هستم. من از سال 2004 تا به همین روز در سیاست هستم، در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستم. یگان بار احساس نکردم که نفوذی اهل تشیع در تاجیکستان در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بلند رفته باشد، بالا رفته باشد یا که انتشار شده باشد. یگان نفوذی اهل تشیع در ناحیه اش در ولایت سوخت من یگان بار احساس نکردم و یگان نفر از همکاران من متقاعد به عقیده اهل تشیع نبودن. برادر عزیز در ولایت سوخت در ناحیه اشت
در ولایت سوخت 13 ناحیه موجود بود. در ولایت سوخت 13 ناحیه موجود بود. ما باره شنیدیم که در ناحیه پنجکند یک دو نفر نفرانی که در ایران تحصیل کردند آمدند مسئولی بخش ناحیوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه اشت شدند و چندی از ادبیات ها در دفتری کاریشان هست. ما بدون این که با آنها خبر بدهیم رفتیم برای سنجش. بدون این که با آنها خبر بدهیم رفتیم برای سنجش، یگان ادبیات دریافت نکردیم. برعکس اکثریت ادبیات هایی که بودن از اهل سنت و جماعت بودن و صحبت آنها را ما بدون هیچ یک چی گوش کردیم، آنها را بردیم، با آنها سخن دادیم، در معرکه صحبت کردن. اهل نفری که عقیدتاً از اهل تشیع است و باید در یکی از سخنرانی هایش سیرش فاش میشد و مثلا بعضی چیزهای میگه تقیه و هکذاها در دعوت در گفتن بسیار چیزها فاش میشود و این را اهل علم میدونند که چگونه فاش کنند. این گونه وجود نداشت برادر عزیز. و نفران یک نفر اکای شوکت بخشید وقت سوال دادن مقصد ایمان در ایه گوش کنید حاضر یک دقیقه. اگر به این سفسطه ها برادر عزیز، حالا موضوع را از موضوع دور نمیرویم، من با همین به این نقطه میکنم، کسی را اجازه نمیدهم که در این باره صحبت کند. برادر عزیز، اگر سید عبدالله نوری 5000 نفر را برده در ایران شیعه میکرد، اگر موحدین کبیری چندین هزار نفر دیگر را برده در ایران شیعه میکرد، خیلی در تاجیکستان کار دیگر میشد، این مبارزه ها دیگر میشدند. برعکس برادر عزیز گرامی، ما خودمان به همه نفرانی که حالا این صحبت مرا، این حرف های مرا برادرانی هستند که تصدیق میکنند. در ولایت سوق، من از ولایت سوق بیرون گپ نمیزنم برادر عزیز. اگر سید عبدالله نوری 5000 نفر رو شیعه کرده به تاجیکستان گسیل میکرد، کمش 2000 نفرش به ولایت سوق میرفت. من ندیدم این خیلی نفر رو. درست است 3 نفر 4 نفر 5 نفر 8 نفر 10 نفر رو دیدیم، لیکن نفوذ نداشتن برادر عزیز. درست است 3 نفر 4 نفر. اگر چیزی که شما میگید 5000 نفر رو سید عبدالله نوری شیعه کرده و به تاجیکستان پرتافت، کمش 2000 نفرش یا 1500 نفرش به ولایت سوق درست میبیاید. نبودیم که برعکس برادر عزیز. آخرین سخن، برعکس تا به همین روز در مقامات کشور، تا به همین روز رئیس اسلام شناسی کشور، حکومت جمهوری تاجیکستان، رئیس دفتر اسلام شناسی ایران خونده تمام کردگی بود. پسر مولا رحیم کریم که در دانشگاه درس میدهد، چقدر از کارمندان کمیته دین تاجیکستان در ایران خونده آمده کار میکنند، چقدر از نفرانی که حتی میشود فرصت یافت و به شما ثابت کرد که چقدر نفرانی که در حکومت جمهوری تاجیکستان کار میکنند کادرهای ایران هستند. انا برای همین هم برادر اکای شوکت من خوب صحبت شما را گوش کردم. همین بدبختیه که همین سطر معن کردن، ما چطور محکم کردن همین سیستمی که در داخل تاجیکستان رفته است، همین بدبختی سرچشمش از داخل قم. من ایمنای خودم که در داخل قم گشتم، در گرگان، من همه به 4,500 جوان تاجیک حزب نهضت اسلامی بردگی شیعه کردگی. من شاهد ایم، من خودم بدم، من خودم رفتگی، من خودم میدونم همه ایرا. پرسته اینجا همین انا نمیدونم یا که تومتین یا که حقیقت نمیگین. این چیزی که حقیقت حزب نهضت اسلام همین جوانو را همه را اول تا آخر چکو کردگی بردگی به دانشگاه اسلامی قم
بعد چی دانشگاه های دنیاویش باشد چی اسلامیش. خب همه همی بدبختی ایروی همینا های. نه که من میخوام همینجا یک نکته را بفهمونم که اگر در حقیقت اینا محمد اقبال صدرالدین من برنامه‌اش گوش میکنم، تمام افیراش از شما را گوش میکنم، من همینجا یک خاص از برای الله همچون یک مسلمان من یک نکته را میخوام بگم ده که اگر ذره در همین نیت شما مثل که اسلامی قبلا کرد با شیعه مقصد رفت بیا کرد جوانو را برد، اگر همین شما را مقصد نوازی تاجیکستان مقصد بخواهی که بگیره، بخواهی که مقصد تاجیکستانی نو بسازه، بخواهی که این نظام فاسد از بین ببره، اگر ذره در همین پشت شما یا که با همکاری و کمک همین ایران باشه، من همین جا با ایمان کامل میگم که نمیتونین کرده. همین برهم خوردن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان ما سبب همکاری با همین شیعه‌های مشرک بود. برادر عزیز حالا اینجا با شما نفرانی هستند که میخواهند جواب بگویند. ما بسیار شما را گوش کردیم. برادر عزیز اینجا محمد اقبال صدرالدین برآمد ایران را تنقید کرد، چندین حرفهای ما را درباره تنقید ایران گوش کردید. مگر اگر ما این را بخواهیم چنانه که شما میگویید ما همین خیلی گم میزنیم؟ حاضر نفری که در داخل ایران زندگی میکند محمود خان برهانوف برآمد حکومت ایران را تنقید کرد. شما در داخل ایران در داخل تاجیکستان ضد تاجیکستان یک کلمه حرف زدن نمیتوانید. نفری که در داخل حکومت ایران بود در تهران زندگی میکند برآمد ضد حکومت ایران، ضد پرزیدنت ایران گپ زد. برادر عزیز فهمیده ایستادید؟ شما در داخل تاجیکستان صدا بلند که یک کلمه ضد امام علی رحمان گپ زدن نمیتونید. برای همین گپ‌های بی منطق را یک سومونید. برادر عزیز تیمور واقعی بفرمایید. تشکر شوکت جان. این کس با فکرم پرووکاتور است، مخصوصا با همین برنامه داخل شد، وارد شد برای که موضوع را با طرف دیگر ببرد و شما مثل یک دیگر اپراودovat کنید. این کار را نکنید، فریفته این بازی نشوید. خب سپاسگزاری کنید با این تماشابین و دیگه خیلی خوش کنید. تمام. تشکر. با شما موافقم. سلامت باشید. میکائیل رحمانوف. یک دقیقه ما با بهادر وعده کرده بودیم که نوبت شما هست. برادر بفرمایید بعد میکائیل. بهادر از شما عذر میخواهم. سلام علیکم آقای شوکت. سلام علیکم با همه بینندگان شما. آقا جان نمی قما گفتنیم که رحمان نه بل همه دانشمندا را گرفتنی کنی ترما کردنی کشتنی همشا، بلکه با مهاجرا را نمی ایدم بشاسه. این لیش نمارا هر وقت زوانی میکنه مقاماتای درن تاجیکستان موترا کورچاکشد میکنیم، موترا در جنگل فلان بیمدان میکنیم. یک گپای میگن که مونده برانه که من نمیترسم. که من این چهره روشود میگم که این مینه با هم آدمای نامردی که همین در فکری ما هستن کو ما را ایتایی نترسونیم با کشتن نباید. ما گپی آزادی خدمه گفته سم که این مینه را همونو دیکتاتر میمونه. کامی که یک سخنی حق بگه ایدن بیون میشه او را اوجه چیز میبروره ده میکشه میپرتاش در یکم در این جنگل دنه که همی قمه همی خطاب ما به همه آدمایی که ایدن بی من همی گپو را میگن اگراجت میکنن کو ما را نامردا با میگون که شما اگر چیکاریم که نکن کو اگر شما مرد باشین اگر اولش که خدا برادر نکشه. ما سخنی خود ما گفته سم که رحمان باید بس کنند زیرا نه که شما اگر ما را کشتنی باشین بکشین نه نامردا خیلی عمرالی قوت فکشتن دیگر را کشتن همه شهر مردا را کشتن کو بکشن ببرن نته تیکا کن در هر گوشه تاجیکستان گورم که 18 سال ما در روسیه گذشت زاب کشیدم اینجا اسم فهم که خطیب در این تاجیکستان اوجه چیزی وطن ما خاک وطن ما اوجه در خاک وطن گور باشم نه که شما نامردم را نترسونین. ما دمیرم است مامردی نو جورایت که کمی که اگراجت کرد کو این مینا خطاب ما با شما نام تا مردی نیست، نام اما آدمی که
فقط امردین نامش می نویسه، نام او امردین نیست. برای که برادرای اوانگارد زمانید کن گفتن ما همین گپای وره همه چیزای وره انالیز کردیم، این مینا هم درن هم آدم چهره روش نشون میدن، فقط با مسکن میبره گام میزنه. امی کمی که برادرای اوانگارد تنقید میکنه اوران تنقید نکنه، اوانی هست آدم مومن مسلمانش که این مینا برای جنایتکارا یا برای کارا یا برای ادم کم زید کم میشن، کمی را میبرن میکشن، همه یوره او دلا و دکمن میکن، وقت ساعتش میشه میسپرن در حکومت میومگی، همه یا جواب میتن با این گپای گفتگی با این تحقیر اگراجات میکنن مرکو. ما جال که اکجون یا تلفن نگه نداشتم گپا و اگراجات های او را سیونکم میکنم، ما خونگی شما را فلان میکنم بیمدان میکنم، نکی همون چیزا را ما ایشالا جاوز همین چی گپی زنم ما گپاشون زبس میکنم، بعد در بینندگانشون میتونم که با بینن که حکمت رحمان خیلی حکمت نامرده. من نامرد رحمانوف نامرده، حکمت چند نامرده، هم کمی که مرا اگراجات میکنه کو ما برای میلاد برای خلق خودم همین گپا گفتم که همه بفهمه که رحمانوف نامرده، یگو میدان نترسیم. خیلی وقتمون تنگ است. حالا برادر میکائیل رحمانوف بفرمایید، نفری از واتساپ زنگ زده ایستادن، ما نوبت رو با میکائیل رحمانوف داده بودیم، بعد از برادر میکائیل رحمانوف نوبت واتساپ. لطفا اگر صدای مرا میشنوند انتظار باشند. میکائیل رحمانوف. میکروفون گران کن. میکائیل رحمانوف شما هستید؟ و فکرم که بیرون شدید نه؟ میکائیل رحمانوف بیرون کردید؟ السلام علیکم اکا شوقت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم بینندگان گرامی. اکا شوقت، امروز موضوع ما موضوع زندان کردن عالم ها و زندان کردن آدم های شناخته تاجیکستان است که برای حکومت امروزه ما را در کار نیستن. همین خیلی آدم ها اگر که اینها را زندان نکنن، اینها را از وطن خارج نکنن، این در پارلمان تاجیکستان ما این ماهیات چطور میستن؟ نمیتونن. این ماهیایی که نمیبرن با مردم گپ نمیزنن یا کار کردن نمیتونن. یکی از اینها ما بودم که همه گپی راستی میگفتم که به خدا برایش بردن زدن، ما ریش ما تراشیدن، برای ریش بردن زدن، ریشو ما تراشیدن، برای از سطر خواهر گپ زدم گفتن بردن زدن. ما هم دیگه نتونستم خیلی ای وطن خارج شدم. اکا ما هم یکی از آزاداندیشویم. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. سلامت باشید. حالا واتساپ رو میشنویم. الو السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پیش از همه کلام خود را به بینندگان میرسانم. من از داخل تاجیکستان الو گوش میکنیم شما رو، گوش کرده ایستادیم. من گفتنی هستم که اون برادری گفت که همین نرسیتیا بوده شرکتگی و این کتی و انکتگی ایتا بلا پروکاسی پامایمو لوچی خیلی پای نگردو ازنی مثال ازنی تاجیکی ساتر میگیرد ساتر امری الله نمد وی مکند مثال اکاچه بینید که اگه ملکت بکتر وی دشت کند خلق عادی تاجیکستانی هم نظر کنم گفت آزادی به تمامی و زندانیای سیاسی، آزادی به عزت، اما آزادی به تمامی دوستانی خدا که به یکان اونو پشت پنجره رفتن امام علی دیکتاتور استعفا در داخل هم مثل تشکر زیاد به شما خواهر عزیز. یک دقیقه عذر بفرمایید. همین گفتنی هم که همین خلق عادی هم مثال گفتیم همین خلق عادی که دهقانی میکند یا بسیار عذاب میکشد، عذابنده. مثال سطر ما به خاطر الله میگیرم الحمدلله. من هیچ ترس ندارم حکومت. مثال
بوده میزند بوده میماند. لیکن ما همچون مثال زنی مؤمنه اگر یک سطرداری دیگر اگر گپ زند ملیسه ما رفته دخالت میکنم، چون که این مثال گفتیم وظیفه ایمانی و من است، مسلمانی من است. بسیارتر میخواستم همه خیلی شود که خلق عادی هم گپ زندان، مسئله های خلق عادی هم که من چخیل عذاب میکشن، چخیل بای میکنن، مهاجران هم در عذاب. لیکن ما در وطن بی وطنیم، در وطن بی وطنیم. همه گپ آخرش همین که همین استعفا شود همین پرزیدنت امام علی رحمانوف امانوئل، همه پرابلم ریشاید میشه. فرقی برادر. بله من نویسه ثانی گرفتم. اما شفیع عیار به گفتنی هم که پیش از امام علی تعریف کردن اون تیمه های خیانتی که نسبت ایرانی ها و افغانی ها براود به پیشتر دیده ثانی تعریف کند بود پرزیدنت با منی صورت های استاد محیدین کبیری قطعی و همون پرزیدنت همشان همه خیلی براندگی من این چیز دیده ثانی گرازند بود طرفداری کند بود اما انسان یک چیز تحلیل نکده و نکده یک دیکتاتور طرفداری کردن و نکده این به حد کاری خطا. خوب سلامت باشید خواهر عزیز. وقتی که من شما زنگ میزدید مسئول تکنیکی به من گفت که از واتساپ زنگ است، گفتم که صبر کنید. وقتی واتساپ رو نشان داد رقم های تاجیکستان نمودار بودن، برای همین خواستم که به هر حال صحبت شما رو که از داخل تاجیکستان زنگ میزنید بشنویم و بیهوده هم نبوده است. خیلی حرفهای منطقی گفتید. اینجا من مسئله های خلقی عادی هم گپ زنیتون گفتید، من نوشته گرفتم، به خط گرفتم. حتما این مسئله رو ما پیگیری میکنیم. تشکر به شما خواهر عزیز. حالا نفر با نام یتیموف که ها باز میخواستن صحبت کنن بفرمایید. سلام علیکم. امولی ما رو در تلویزیون میبینن که شبکه؟ نفهمیدم. ما رو در تلویزیون میبینن شبکه هایی که نتورک شده؟ فقط صدایتون رو شنیده شده. نه گفتم امی چی هم پرمای افیر در شبکه تلویزیونی هم رفته شده؟ صدایتون رو همگان در جهان کسی که ما رو تماشا میکند شنیده شده است. پیشه ما درباره هم شیعه گفته چی گفت هم کمتر گپ میزنم. من خواهش میکنم برادر عزیز به همین موضوع بر نگردیم. موضوعی است که بولاش ما روزها گپ زنیم تمام نمیشود، لیکن این گونه گپ های دایدو ما رو از مقصد کنار میبرد. مالش درباره آدمایی که میدونشون نخبگان گپ میزنم. خیلی رحمانوف یک چیه آخه نمیخواه ای خودش دانوتر ای خودش فهموتر آدم باشه در این تاجیکستان. برای همین مردم این خیلی میدزده و هم میتاو چیز میکنه. یه دینسفنی رایی که ما داریم رحمانوف فشار بیاریم یکی هم مهاجرا تاجیکستان برانن در آنجا چیکن کار طلب کنن، کار هم طلب نکنن بران هم تاجیکستان دا باشن. این خودش یک دولنیه برای رحمانوف. مثال قادم او چکار کشتن هم میتونه یا کار کردن هم میتونه. برای همین همونجا باشن. مثال نظامی هم میبینن که آدم بسیار طرفی مردم میگردن همه. و همین خاطر ما هم خیلی فکر میکنم که مردم بران. مثال روسیه در خوزی یک همین مثال عادی همین است که برادر عزیز من با شما به نهایت موافقم. همون نفرانی که در داخل تاجیکستان هستید یک کار هست، هیچ کار یگان ضدیت نکنید به حکومت جمهوری تاجیکستان، یگان حرف سیاسی نزنید، یگان ضدی حکومت برآمد نکنید، تنها یک کار کنید و در هر یک ناحیه دفتر کاری دارد و دفتر کاری شغل اهالی کشور، شغل اهالی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی بروید در آنجا عریضه نویسید من بیکار هستم، کار کردن میخواهم،
پایوندانم را خورانیده پوشانیدن در کار. گفته یک تا عریضه نویسید به من جای کاری افتاد ایتون گفته. هر یک نفر تاجیکستانی که جای کار ندارد رسما جای کار ندارد باید این کار رو بکند. همین قدر کار است. همین قدر کار رو باید بکنید. و من جای کار یگان حرف سیاسی وجود ندارد. حق قانونی شما است، حق کنستیتوسیونی شما است که از دولت طلب کنید بروید به دفتر که در هر ناحیه دارد، وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کشور، به دفتر حفظ اجتماعی بروید بنویسید که به من جای کار بده. بعد یک مسئله دیگر گپ زنم. ببخشید امین را بگویم، صحبتاتون را ادامه بدید. تاجیکستان هر سال گزارش میدهد، آمار میدهد که تعداد کسانی که بیکار هستند در تاجیکستان کم شده ایستادند. گزارش میدهد. اما تعداد در اصل باشد چی؟ در اصل باشد خود روسیه دیپورتاسیا کردگی نفران 250,000 نفرند. از روسیه دیپورتاسیا شده رفتگی به تاجیکستان 250,000 نفرند. اینها کجا شدن اینها؟ اما همین بیکار است. فقط رسما به حکومت مراجعت نکردن. مردم تاجیک عادت کرده است که همه مشکلات خودش را خودش حل کند، به امید حکومت نشود. درست به امید حکومت نشوید، لیکن حتما رسما روید مراجعت کنید به من جای کار افتاده گویید. سلامت باشید برادر، چیزی دیگر اضافه کردنی هستید؟ بله. خب گفتنی هم که درباره همین آدمایی که نخبگانی که میقپن بران شما مثلا عزت تمامی که اون دکتر بود یک تا او را قبیله هم بردن، اون ما که بسیار نامتری آدما همین خش تبارشون برای چی خب میکنن؟ اکاو دودارشون بیشتر اکاتون یا که دودارتون همه بران محکم میکنن. برای چی خب میکنن؟ اینقدر بناموس به اورن که نمیخیزن، گاب نمیزنن، اکا میترسین. برعکس برادر عزیز، با ما فشار میارن که ما درباره‌اش گپ نزنیم، ما با اونها گوش نمیکنیم. ما با اونها گفتیم، با پیوندانشان گفتیم که دیگر مثلا گره میرزاقل حاجی متوف دیگر مثلا گره پدر شما است یا برادر شما است، تمام همین قدر حق دارید. میرزاقل حاجی متوف یک شخص ملی است. میرزاقل حاجی متوف در گردن هر یک نفر ملت حق دارد. باید میرزاقل حاجی متوف دربارش گفته شود. تو حال به ما فشار میارن نزدیکانشان که درباره پدرم گپ نزنید، درباره برادرم گپ نزنید و هاکذا پیوندانشان. همین پیوندان چندین همین نفرانی که زندان شدن به ما فشار میبرن گپ نزنید. لیکن ما به این خلاصه وقتی که به این خلاصه میبیایم که درست از او پیوندش است، درست از او پدرش است، درست از او برادرش است، لیکن اون نفری که زندان رفته ایستاده است، اون نفری که پشت پنجره زندان شده است ایستاده است، یک شخصی ملی است. یک نفری است که در گردن هر یک نفر ملت حق دارد. بله اخی مثال شما اکاو دودارتونه برین اقلا هم در سود دا بستن. یگون مثلا دلرش کی بود؟ روزنامه‌نگار بود یک تا. ما هم یاد دادم این رادیو زودی را دیده بودم. پدر همو دایم در همو سود بود. مثال دایم تعقیب میکرد که چی میشه. مثال فرزند چه دستگیری کرد، چیز کرد. همین شما هم برین اکاتونه دودارتونه برین همونجا بستن در سود چی گپای چی کای سرش میتن. اوخی مثال میگه سرش میتن کای سرش میتی بگو اینا عزت همون با دمو دیگه محکم کن. ابا چه دودارتونه و اکاتونه برین سراغ کنین، خواب کنین او رامون سرش دادنی باشه سرش میتاد به چی همو سرش میتاد میگه برخه مو دربارش مثل راسته دانه میگذارونیم. значи سرش نمیتاد قپی دایش جا باش ما را میگه خواب کنین سرش میتاد. ما اینجا برای این رامون خدایی که ما خواب میکنیم که ببخشمون یا که نبخشمون این طری گپ نیست. و چی با خواب میکنین؟ اوا چه دودارتون دزده بوده که محکم که شما به ناموس به اور دایوسنی که خواب میکنین. خواب که رامون پوچو نیست. بچه چی به خیال میکنین؟ اخی دیل تو نمیشه با ما اکاو دودارتون. اما ایزا همون فیگ دا برن میشی چیکار میشی دولی برن دام در سود بستن. اخی چند کس هم خیلی دزدن بردنشون 10 کسی اگر برا 100 کس میشه همش سر متبخ دو برن پرسین. اون نه آدمایی که میرن در کار بازار چیو
داین کارگزار داین برین شما هم پرسین شما نالاگ میسپرین در دولت بخدو کار طلب کنین ای دولت اخی نمیدونم برای چی خمه ترسین خواب میکنین فریب تون میکنن مورا اگه من آخه بساوت کلان که اگه به نمی بدتر سوام چی که اگه مرا چند بار نمی دای راپورتو ده هم اجا قبیدگن میگن تا گروپ 24 یا که نازتی نمی پونت میکنن نمیدونه کی ما کیم راستم خیلی ای هوا هم خیلی گاب میزنه ای دسته نوار ما رفتم اخیر نازت گفتم که کیای چیای نمی سید عبدالله نوری ما وقتو که امی نغز نمیدیدم خیلی اینمی مسلمانو نمی دین اسلام چطور نغز نمیدیدم ای پشتی نامو من خیلی این آکوز اینمی دیدستم اینا گروپ 24 هم رفتم گفتم بعد فهمیدم که این نازت گروپ 24 یو کیان ای پشتی نامو نمی بار جو نمی قپان این اتقاطی نازت گاب زدی ایرا زنگ زدی دروغ میگری و چش سیوم میکنه گنه اگه جو میفهمم تو زنگ زدی 2 میلیون و دم در تاجیکستان همه او را اگه جو گوش میکنه و در یک ثانیه یک دقیقه چند میلیون و دم ایش بهش زنگ میزنه چه خیلی میفهمه او شختان میدونن که در امنیت بسیارش بسواد کار میکنن یا بسواد خیلی چی میکنه کار کم بتونه برای نامیا این خیلی پونتو یاد دادن نشین نبات رو به دیگران میدهیم کمی انصاف هم در کار بفرمایید کمی انصاف هم در کار کجا شدید برآمدند در فکرم نتوانستند گپ زده بله کمی انصاف هم در کار سلام علیکم اکای شوکت جان خوبه تنجه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته امی کمی میخواستم یک موضوع را درباره امی مخالفین تاجیکی سالهای بعد سالهای 92 تا سال 2015 بگیم در تاجیکستان بودن تا وقتی که حزب نهضت یعنی تروریست خیلی اکستریمیسم اعلان شو کردن خیلی همه مهاجر شدن از آن جمله شما هم در همه مهاجرت هم خوش هسته همیره من یک چیز میبینم ده همیره من میستم فکر میکنم همه یک مخالفینی که در تا سالهای 2000 بود همیا به مانند یک عائله بودن یک عائله بودن همه یک جا بودن یک تن بودن یک گپ بودن یک حرف بودن وقتی که همیا سال 97 سال شد خیلی از ایمانداری و از انصاف و از رحمدلی وصل کردن به حکومتی ظالم بدبخت و این جلادا گویم هم خطا نمیکنیم یا هم جلادن این بدبخترین انسان ها هست خب خیلی اینا وقت انسان های خوب دارن همه عالم بدن همه عالم دین عالم اسلام همه از خدا و از همه چیز خبردار بدن به خاطر خون ناحق ناریختن اینا صلح کردن با همین حکومت حاضره بدبختی در همین شد که اول یا از درون همین عائله از درون خودشو بین یکدیگر یا بدبینی کردن مثال وقتی که هر یک قماندانایی که در از زمان طرف مخالفین بودن صاحب وظیفه شدن مقصد در وظیفه های دولتی کار کردن خیلی بگیم پول دیدن مال دیدن منصب دیدن کمی از راه بیرون شدن در همون وقتا من یاد دارم ایامی کاری که اولی که سر کردن وقتی که محمد روزی اسکندر و حزب سوسیال دموکراتی را شد اولی شخصیت بود در تاجیکستان که ضد دولت حاضره رحمانوف گپ زد اینا همه میدونن گازیتشان در یاد ما چراغ روز بود یا که روزی نو بود همین نمود مقاچی داشت همون ژورنال داشت میبراوردش وقتی که همین اولین شکست همین مخالفین تاجیک از محکم شدن محمد روزی اسکندر سر شد همون جایی که همون را از مسکو تا دستگیر کردن بردن در تاجیکستان زندانش کردن او وقت هم حق در همون تاجیکستان کار فعال حزب فعال بود مقصد آدمای مخالفین هم در وظیفه های کلان حکومتی کار میکردن باید همه گپ میزدن همه چشماش را بستن گوشا را بست جقیدن گفتن که ندیدیم نشنیدیم محمد روزی اسکندر رفت بعد محمد روزی اسکندر با چند قماندانا و همین خیلی آدمایی که در مخالفین تاجیک خدمت کردگی بودن مقصد توانایی کردن و یا را بردن محکم خیلی اخیر اومد این همی تشید این هازی دیگه در هر حله در هر نیرنگ نمیشود که اگون کار کردن نمیدونیم چیکار کنیم بخدا موندیم حیران بله یکون چیز دیگری لوا کردن نیستید برای همین میگیم که
همین باقی مونده همین علمایی که ماندن در همین تاجیکستان، همین علمای اهل سنت و جماعتی که ما داریم که خداوند به سایه و خداوند به شفاعت همه ما در روی همین زمین در روی تاجیکستان زندگی داریم. همیارن این یک ماه پیش یک چه از روی جنازه داملو حکمت‌الله تاجیک آبادی آوردن محکم کردن که ختم کرده دانشگاهی به نام امام اعظم هم دانشگاه بگیم اسلامی تاجیکستان بود. او یگان خارجه نرفته، او را آوردن سلفی تهمتش کردن، آوردن اکستریمیزمش تهمت کردن، بردن زندانش کردن. گویا که یگان گپ شیدگی نیست در بین همه 9 میلیون مسلمان تاجیکستان، یگان گپ شیدگی نیست. این همه اخیرانش اوگم میخزن بدبختا ای شیعه گپ میزنن، میخزن از دیگر گپ میزنن. اول این سنیای اساسیش خطبه برده محکم که ایستادن، چوه گپ نمیزنی؟ خیاتش من هستم، من چوه گپ نمیزنم میسالی گپ. خیلی گپا زیادن، گپ راستش دیگه همی گپای گنده میریم. خیلی خباس یکه شبکجا رحمت کلام خداوند نگهدار تو باشه. باید بیدار شیم تماما هم گپای که دیگر را رای دست ندیم. 44 بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام بای برادر همه. همه یک گپ دارم میگم گپ همه که با زندان آزادی با این تروسا استعفا، یتیم استعفا، اموالی استعفا، 3 استعفا، تروسن غم نتین، کم بغلا را عذاب نتین. روز میشه که نمی اول در سرتون میاد. پانوتون بخلو استعفا رامانوف، استعفا رامانوف، استعفا رامانوف، یتیموف استعفا توجه، استعفا ایمینو یتیموف. تروس بلد، تروس میمونی، تروس هستی. نامیت تروس میمونه، یک گایود. پانوتون بخلو، رحمت کلمه کشم. برادر عزیز، برادر اسدالله بفرمایید. برادر اسدالله هستید؟ حالا ما اینجا برادر اسدالله نیستند. خواهر چراس سعیدова بفرمایید. حالا من همه شما رو بدون یگان مقدمه به همه شما نوبت میدهم، چون که وقتی ما هم به آخر رسیده است، همگی 10 دقیقه وقت داریم. چراس سعیدова، السلام علیکم رحمت الله و برکاته. ها اکا هستن، آوازم میآید؟ صداتون خوب است. برنامه شما چی بود؟ میبخشید نه در آمدم برنامه شما سر زنگ زدم. امین، بسیاری از دوستان، خواهران، برادرانی که وارد صحبت میشوید، خواهش میکنم پیش از آن که وارد شوید به موضوع شناس شوید و اینجا ما تا اینکه میفهمونیم که موضوع فلان است، ما در همین باره گپ زدیم، خیلی وقتی ما میرود و دیگران منتظر میمونند. ما درباره شکار نخبگان ملت صحبت کرده شده. حکومت تاجیکستان الیت کشور را شکار میکند. فهمیدم آقای جان. خلق ما همیقت میترسد که یگان کس میقپد میبرند محکم میکرد، همیقت علما را، همیقت چی میگه دخترا را، همیقت آدم خوبا را میبرند محکم میکند. یگان کس یگان چی نمیگد، برای که خلق تاجیکستان همیقت میترسد که یگان چی گاو زند میگد که میبرند محکم میکنند، خانه شوند، خیش توارشون، اویلاشون، گدکاشون میبرند محکم میکند، میترساند. برای همون خلق ما میترسد. برای چی؟ من نمیدانم. همینه یک تش میبرند که ماندگی خیش توارشون، خلق همسایه‌شون خراب میشد. خلق میترسن اینا. برای چی میترسین؟ یک کش ببرند همه کستون بخیزین، خلق همسایه ها بخیزین، همه تون امروز خانه این اومد، اگه خانه شما میبیاین این خدا زاده. من نمیدونم برای چی شما میترسین. بله. همیقه میترسد که حتی که یک سخن گپ زدن میترسن اینا تلفن با. همینه تو میگم که نترسین. یک تاشون پیش شما آمد میپگه خونه شما میبیاین. برای همون همجمع شوین هموطنا.
من شما رو خواهش میکنم مادرای عزیز، پدرای مهربان، همجخت شوین، پیش همسایتان یگان کس آمد به شما حمایت کنید. عزیز اینجا یک گپ دردناک گفتید. لبایکن حاجماتوف رو بردن سود کردن 5 سال دادن. در همین بازداشتگاه نوحی 8 نگاهش داشتند و مرافع سودیش در دوشنبه نه در خود شهر خوجند گذشت. مرافع سودیش میبایست در مرافع سودی مرزاقل حاجماتوف که یک شخص شناخته در ولایت بود و به مردم ولایت خدمت کرده است، نه فقط به مردم دهه خودش، به مردم ناحیه، به مردم ولایت خدمت کرده است، میبایست هزارها نفر در مرافع سودیش شرکت میکردند. جان شما عزیز بود، ای ملت عزیز، ای مردم عزیز، ای هموطنان عزیز، ای همدیران عزیز، جان شما عزیز بود که فرزند شما، برادر شما، دادر شما، خواهر شما بیمار میشد، برای انیماتسانی می افتاد، به شبه احیا می افتاد، پیش حاجمات می رفتید خدایا التماس کوشش کنید همین برادرم، همین دادرم، همین خواهرم، همین فرزندم زنده ماند. خواهش میکردید به مرزاقل حاجماتوف و مرزاقل حاجماتوف کوشش میکرد این برادر، این دادر، این خواهر، این پدر، این مادر شما زنده ماند. جان ده ها نفر، صدها نفر، هزارها نفر پیوندان ما را مرزاقل حاجماتوف از دم مرگ نجات داده بود به عنایت پروردگار کریم رحمان. حالا ببینید امروز مرزاقل حاجماتوف را میگیرن میبرن، ما تماشابین شدیم. انصافمان کجا بود؟ وجدانمان کجا بود؟ همان لحظه هایی که پیش مرزاقل حاجماتوف میرفتیم التماس همین نمیرد، التماس زنده ماند، میگفتیم آیا به یادمان آمد یا نه؟ تلفنمون بگو همین گفته هامون به یادمان آمد یا نه؟ بسیار ملت شدیم که بی نهایت بی‌پروا، سنگدل. این سنگدلی ما را به کجا میبرد؟ پرابلم خودمان بود، دو دست پیش بر رفته بودیم، التماس کرده بودیم، خواهش کرده بودیم، حالا که اون نفر وظیفه جانی خودش، وظیفه کسبی خودش میدونست با تمام بود و شدی هستیش از دستش می اومدگی کار رو میکرد. من خودم گواهی زنده هم، شاهد زنده هستم که با صدها نفر خدمت رایگان کرده است. در زمانی که مرزاقل حاجماتوف در زمانی که معاشش 2 سومان بود کار میکرد در بیمارخانه، معاش 2 سومان کار میکرد، در حالتی که پاره نمیگیرید، به کیسه مردم چشم لانه میکرد، به انمی قناعت میکرد، باغداری داشت میوه جمع میکرد، باغداری داشت میوه جمع میکرد، از حساب دهقانه اش زندگیش را میگذرون، مردم را تبابت میکرد. بسیار متاسفم حالا به بهانه کرونا ویروس حالا ثابت نشده است. اگر ثابت شود ما کار برده ایستادیم بالای 10 ها نفر نخبگان ملت جانشان را دادن، فقط همین حکومت دارا صحت موندن، لیکن چقدر زیایان مردن که به کبیرت اینها صدها نفر رفته در آمده میبراید، اینها صحت موندن، این حکومت دارا. لیکن چقدر زیایان کشور، چقدر ادبیات شناسان، عالمان، پروفسوران وفات کردند. چندین نفر زیایان از دم مرگ برگشتند. چندین نفر من زیایان کشور، سیاستمداران، سیاست شناسان کشور را میدونم که با کرونا ویروس گرفتار شدند، در دم مرگ ایستادند، دانستند که اگر این حکومت را تعریف و توصیف نکنند در همینجا میمیرند، از همونجا ایستاده نفس کشیده نمیتوانند، مدحیه نامه نویسند در حق حکومت. 1-2 مدحیه نامه نویسند، چی شد چیمان که صحت شدن. بعضی همین خیلی نفران زیایان کشور، سیاست شناسان، در مرکز تحقیقات استراتژی کار کردگی، شاعر، نویسنده، صاحب کتاب، 3 بار پای در پای به کرونا ویروس گرفتار شد، 3 بار از دم مرگ گشت، 3 بار با مدحیه سرایی، با مدحیه نویسی جانش خلاص شد.
چندین عالمان، پروفسوران، دکتر علم ما را پدرود گفتند. حالا از بالای این تحقیقات رفته ایستاده است. ما امروز ثابت نکردیم که آنها با مرگ طبیعی خود رفتند، با التهاب شش رفتند، با کرونا ویروس رفتند، با چه رفتند؟ این را پدرود گفتند. جایشان جنت باشد، الله رحمتشان کند، گناهاشان را بخشیده باشد. ولی باید این سنجیده شود. ببینید نخبگان ملت چه خیلی شکار میشوند. یک همین کرونا ویروس بهانه شد، حکومت چندین نفر را به همین بهانه کرونا ویروس از بین برد. یک روز باید این هم سنجیده شود، به این باید جواب بگوید. این گونه شکارها دوام دارند. خواهر چورا سعیدو و ببخشید ما دویم باره به شما سخن داده نمیتوانیم. اینجا چند نفر دیگر ما را انتظار هستند. سلامت باشید خواهر عزیز. بسیار به نقطه دردناک شما اشاره کردید. تشکر زیاد به شما. برادر نسیم دولتوف، بعد عبدالعزیز. نسیم دولتوف بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آواز من خوب میاد یا آقای شوکت؟ صدایتون خوب است برادر عزیز، بفرمایید. خوب میگن که در سیاست میگن که اگر بخوای که یک ملت از بین ببری یا یک ملت مثل امور رمه گوسفند اپراولت کنی، اول میگن دانشمنداش، بعدا عالماش و نویسنده هاش اول از بین ببر و بعدا روشن فکراش. خب امروز ما در همو وضعیت ملتی ما قرار دارد، اما ما در دست یک چوپان زدیم که هیچگاه ما را به یک گویم که چراگاهی سرسبز نبود، فقط به یک چراگاهی همون قمزار برده است ما را. ملت تاجیک بیدار شوین، به خدا قسم جان همه ما و شما در خطر است و حتی وطن ما و شما هم در خطر است. به همین خاطر بی‌طرف نباشین. مردم ملت دیگه به این ویدیو کردن نمیشود، به این نوارهایی که میکنین کوتاه در شبکه افق میپرتوید این خیال نمیشود. باید که در داخل تاجیکستان مردم بخیزه. هر نفری که مهاجر است در روسیه با عائله های خود خبر کنین که بخیزن، گپ زنن درباره همین عزت امان. دیگر نفرایی که هستن روشن فکرا درباره همینا برویان گپ زنن، اعتراض کنن. این خیال نمیشود یک وطن، یک ملت، یک کشور پیش برده. به خدا قسم یک بیناموسی است. در همین جماعت در روسیه کار میکنم، همراه ما قرغیزا هستند. وقتی که اونا از سیاست حرف میزنن قرغیزا، من یک کم دخالت میکنم. به خدا قسم منم میگن که تو کی خودت شما را 30 سال است یک فرعون، یک خائن شما را اومده سرور دولت شده سر قدرت دای میگه یک نفر تو نمیبروین در داخل تاجیکستان گپ زنین. تو کی میگه ای سیاست گپ میزنی؟ به خدا قسم عیب. مردم تاجیک بی‌طرف نباشین، خاموش نباشین. خاموشی ما را به نابودی میبرد، به پستی ها میبرد. هیچ وقت با خاموشی ما پیشرفت نمیکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. سخنا را به دیگران میتیم. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید برادر عبدالعزیز، بعد از آن نوردین. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چخیر برادر، سوز سلامتی و کار بود. تشکر زیاد. چخیر که میبینید خوب هستیم. از شما خواهش این است که گفتنی دارید بفرمایید. منبر از شماست. همون برادری که وزی گپ زد کو کی بهادر، با همون خواهش دارم بهادر برادر مسد غم شنخی یا همش یا تروس بدن تروس میرون پروس او گراجات میکاس او را مسد میکشت است. برای همون شکایت هم که پریجواد نکنه انشاءالله هم مشغول میشن. بعد همین گروه برادر 24 انکونه همی برای چی شما خطو همرا مثلا همی وزماج دوره همرا خطو میتونی ریشت کنی. داونا اگر میخواسته برادر شما را بخدو ریشتش میکنی نابودش میکنی. همو آکش هم میگون این وزماج در شما هست برادر. ما خیلی وزماج نداریم. خوب تشکر زیاد برادر عزیز عبدالعزیز. حالا نوبت به برادر نوردین. بعد از آن یک سپاس انشالله انتظار باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکی شوکت
و بینندگان عزیز گرامی، این مردم ما را همین دومین درجه را که میگیم که بغیرت کردگی سببش اول اکای شوکت این مردم ایمانش گرفتن است. وقتی که مردم که ایمانش سوس شد، اما کلا مردم ما همش بسیار ایمانم سوس است. سبب همین مثال یگان گپ زدن ده جو مردینگی مردم موندگی نیست. سبب چی ده؟ سبب ایمان ده. برای همین اوجا هم در وطن ما نگاه کنید، همه بگیم همین قواهای خودش دولت پروتف اسلام پرتفتگی هست. یعنی ای مردمی تاجیک شو کردن نکار که شما مردمی تاجیک هم متهم کردن نکار هم خیلی ای نیجی پرینتوس کردن. سببش ای مردم اول ایمانش گرفتن نکار یکی شو کرد. وقتی که مردم که ایمانش سوس شد، یعنی مردمی مسلمان هم دیگه گپی وای بگیم دامی یقای خودش نمیگذارن. من فکر دارم که همین سببی که از ما که همین امروز همین مامند ده همین روز زدگی سببی ما همش ای دسته که ای ما اسلام ها گرفتگی انم کمان سببش میبینم. شب مردم که با مثال چی شدن اولش ما نمیگم که پروز همین الیمنتر مومن مسلمان شدن نکن. به یگان فاناتیزم به یگان چه که بابای ما بودن، بابای ما اومدن تا نیمی دولت دنیا را گرفتن، تا روسیه و تا اروپا و تا چین و تا همه جا رفتن. ما گپامو در درون دولت خود ما یگان کس نمیگذارم. این استاریسکی فکت ده که همون انسانا به نام الله میگفتن مثال کارشون هم میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر عزیز. یک زنگ از واتساپ است. الو برادر کاکاجان، گوش میکنیم شما رو. خواهش میکنم اول یوتیوبتون رو خاموش کنید بعد گپ زنید. یوتیوب رو خاموش کنید لطفا. شکار نخبگان و فرار مرزها در تاجیکستان یک چیزی نو نیستین، چون که از همین مابین همین 30 سال این شکار رفته ایستاده است. مثلا پروفسور آسیمی، پروفسور اسحاقی، پروفسور غلاموف، چندین با همون نخبگان ملت اینها شکار کردن، نابود کردن. اینها یک پتانسیلی، یک قوه‌ای که ملت پیش می‌بردگی قوه بود. اینها همین قوه بودن. حاضر این دوام داده ایستاده است. ملت ما در ورطه هلاکت. باید که ما اینا ملت باید حس کنه، باید فهمد. بله. در یک ورطه هلاکت ما باید اینا جدی‌تر این مسئله دیدن در کار. جدی‌تر. تشکر زیاد از شما برادر عزیز. حالا ما سلامت باشید. چندین نفر دیگر زنگ زده ایستادند و چندین نفر دیگر میخوان پیوست شوند. خواهش میکنم دیگر کوشش پیوست شدن نکنید. انشالله در برنامه‌های دیگر و میخوریم، در برنامه‌های دیگر صحبت میکنیم. وقتی جدا شده به ما به پایان رسیده است و حتی ما تقریبا 6 دقیقه از وقت جدا شده به ما عبور کردیم. این برنامه ما در شبکه مخابراتی پیام تیوی پخش میشد و اهل تاجیکستان، اهل جهانیان، اهل تاجیک زبانان توسط مخابره یوتلسات ما را تماشا کرده ایستاده‌اند و دیگر برنامه‌های ما نیز در شبکه مخابراتی پیام تیوی قابل دریافت و تماشا است. می توانید با لگن‌های پرابلی خود، یعنی پرابلیسکی آنتن‌های خود ما را پیوست کنید و ما را تماشا کنید. برنامه‌های محمد اقبال صدرالدین، برنامه‌های شرف الدین گدایف، برنامه‌های محمد جان کبیروف و دیگر برادران و دوستان، برنامه خواهر سایمه سید و پرونده‌های مهاجر در شبکه مخابراتی پیام تیوی در روزی که معین شده است
در روزی که آنها پخش بکنند پخش کرده می شود. در پخش مستقیم می توانید تماشا کنید. آنهایی که شرایط تماشا کردن از یوتیوب ندارید و شرایط خریدن ترافیک اینترنت رو ندارید، می توانید از ماهواره ما رو تماشا کنید. برنامه ما اینجا به پایان می رسد. آنهایی که در برنامه ما اشتراک کردند، سخنرانی کردند، ما را تماشا کردند، تشکر می کنم. آخرین سخن من امروز در این برنامه این است که لطفاً دیگر برنامه‌های ما را، برنامه‌های برادران و خواهران ما را پیگیری کنید و به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید. تگمه لایک را پخش کردن را فراموش نکنید و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال با خبر شوید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.